هر دیوایسی بخواید داشته باشید میتونید عملا اونجا بررسی بکنید و محدودیت دیوایس یعنی عملا ندارید. یه بار دانلود میکنید رو تلگرام، همیشه رو هر دیوایسی دارید. سر کار بخواید داشته باشید. اینترنت آره به نظرم شاید ضعیف بوده. یه دونه VPN V2 Ray داشته باشین راحت میتونید از تلگرام هم دانلود بکنید. به نظرم که مشکلی از اون لحاظ نیست. بازم اگر دیدم خیلی از بچه‌ها ناراضی بودن میرم باز دوره اشتراک اثبات میگیرم، ولی خب خیلی بچه‌ها اونطوری باز اذیت میشید چون 2 تا لایسنس بیشتر نمیتونم بهتون بدم. و حالا بحث جدا از هزینهش که حالا هزینه خاصی نداره، ولی از در کل بهتون گفتم. خب من آیپدم این کنار دارم که اگر نیاز بود با آیپد وصل شم و حتی براتون یک سری موارد رو بتونم ترسیم بکنم، چون بعضی وقتا احساس میکنم که نیاز هستش. که 2 بار توی دوره بیشتر از 2 بار داخل دوره آنالیتیکس این کارو انجام دادم و به نظرم بازخورد خیلی خوبی داشت که تونستم حالا براتون ترسیم بکنم همه موارد رو. خلاصه از لحاظ ابزار ما اینجا مشکلی نداره. خب بریم سراغ کلاسمون. خدا رو شکر که محدودیت جلسه نداریم ما از این لحاظ. کی هستش بچه‌ها که پروژه گرفته تا الان؟ کی هستش که در شرف گرفتن پروژه است؟ جلسه پیش بهتون گفتم پروژه‌تون رو بگیرین. کسی اقدامی انجام داده؟ احسنت خانم کیانی، آفرین آفرین واقعا. آفرین منوچه، حوزه کاشتمو خیلی عالیه، خیلی عالیه. حوزه کاشتمو واقعا که از حوزه‌های عالیه واقعا که میتونید روش کار بکنید. 3 قالیشویی، یک مبلشویی، یک باربری، یک ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خوب تو بسته پروژه گرفتنتون هم خیلی خوبه. مشخصه که ارتباطتون خوبه، لینک سازیاتون خیلی خوبه. آره محمد حسین هم گفت بچه خیلی عالیه که دارید پروژه‌هاتون رو قشنگ میگیرید. من واقعا لذت میبرم. چون خیلی از بچه‌ها داخل پیج مخصوصا نسبت به پروژه گرفتن هی میگن که آقا چجوری پروژه بگیریم، پروژه نیست و اینجور حرفا. من از این مسئله خیلی ناراحتم واقعا. چون حالا ناراحت که نه، چون خودم واقعا یک زمانی اینطوری بودم، حدود 2-3 سال پیش واقعا دغدغه پروژه داشتم که چطوری پروژه بگیرم. الان دیگه اصلا اونطوری نیستش، یعنی هر پروژه‌ای رو واقعا قبول نمی‌کنم به غیر از بعضی از پروژه‌ها که دیگه آدم تو رو درواسی گیر میکنه. نیروی کمپین خیلی کمه واقعا. بله نیروی کمپین واقعا کمپین منیجر نداریم، کمپین منیجر قوی نداریم. خب بچه بریم سراغ کارمون. من اگر 1% اینجا مشکل داشتش میگم رو آیپد میتونم براتون شیر بکنم که اینجا مشکل سرعت هم نداشته باشیم. دوستان نه محمد جان فیلم هنوز دانلود نکردم، وقت نکردم. امروز یک روز واقعا شلوغ برام بود. 3 تا جلسه خیلی مهم داشتم و مغزم دیگه داشت خورده میشد واقعا. خب انشالله تا 1-2 روز دیگه میتونم باز قسمت دیگر هم براتون قرار بدم. خب بریم سراغ داشبورد و از اونجایی که دوستان سئو گفته خیلی راحت میتونن پروژه بگیرن. ها دوستان سئو اتفاقا خیلی من دیدم که مشکل دارن رو بحث پروژه گرفتن. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی من هنوز نهار نخوردم. خب بریم سراغ کمپینمون و از همون جایی که شروع کردیم، از همون جایی که تمامش کردیم، یعنی جلسه رو قطع کردیم، از همونجا شروع بکنیم. و یه نکته خیلی خوبی که داشبورد گوگل ادز داره اینه که شما میتونید کمپینتون تا یک جایی مثلا درافت بکنید و به عنوان اولا درافت اونجا ثبت میشه براتون. میتونید از یعنی باقی کارها رو میتونید ادامه بدید از همون جایی که سیو کردید و رهاش کردید. کمپین اینجا کمپین هشبا سرچ من داره به عنوان درافت عملا ست شده. بریم فینیشش رو بزنیم و بقیه مواردش رو انجام بدیم. ویدیو خودم غیر فعال بکنم، سرعت اینترنت پایینه. باشه ویدیو خودم غیر فعال میکنم.
خدا رو شکر این یکی دو روز چکن مشکلی نداشته و میتونیم کارا رو ادامه بدیم. یه نکته هم بهتون بگم بچه‌ها، درباره بحث کیورد ریسرچ من نکته تکمیلی میخوام بهتون بگم که تو ذهنتون داشته باشید. ما فرآیند کیورد ریسرچی که انجام بدیم شاید یک مقداری عرض به خدمتتون که شاید خیلی روش عمیق نشدیم، حتی با اینکه بهتون گفتم نباید هم عمیق بشیم، اما در کنارش اینو بهتون بگم فرآیند کیورد ریسرچی که من خودم انجام میدم حتی روی بحث گوگل از خیلی میتونم بگم پیچیده‌تر و عملی‌تر و خیلی عمیق‌تر نسبت به این. اما ما دو تا حالت داریم روی بحث کیورد ریسرچ. حتی خود من هم همیشه عمیق نمیشم روی بحث کیورد ریسرچ روی خود گوگل ادز. سئو رو کار ندارم، سئو رو باید عمیق شد و هرچی عمیق‌تر بهتر به قول بنده خدایی. کاری که انجام میدیم اینه که ما روی گوگل ادز چون که نسبت به سرچ های کاربر میتونیم ورودی رو متوجه بشیم و چون ما داریم توی بازه زمانی کوتاه کار میکنیم و دیدمون اونقدر بلند مدت نیست، حتی اگر کمپینمون بخواد برای چندین ماه ران بشه، کاری که انجام میدیم چیه؟ اینه که ما یک کیورد ریسرچ خیلی کلی رو انجام میدیم و سعی میکنیم کل کانسپت ها رو در بیاریم، کل کانسپت هایی که به نظرمون میرسه و هر چقدر ما عمیق‌تر باشیم روی اون حوزه، مثل خود من که روی حوزه خودم خب خیلی عمیقم و خیلی از کلماتش رو میدونم، پس 100% کانسپت های اون حوزه رو هم 100% میدونم و باهاش آشنایی دارم. سعی میکنم اون کانسپت ها رو به صورت خیلی کلی بنویسم و نهایتا 20 تا 30 تا کیورد در بیارم نسبت به همون کیوردایی که داخل یک جلسه و دو جلسه قبل داخل فایل اکسل درباره دوره گوگل ادز درآوردیم و کمپینمو با همون کیوردها ران میکنم. بعد از اینکه کمپین ران شد سعی میکنم با مچ تایپ های مختلف، مثل مچ تایپ هایی که خیلی بازتر هستن، مثل مچ تایپ براد مچ، مچ تایپ فریز مچ، سعی میکنم از یوزر کمک بگیرم، از کاربر کمک بگیرم که داره چی سرچ میکنه. ولی بچه‌ها یک مقداری این شاید نیاز باشه که شما حرفه‌ای تر باشید و بدونید که بودجه رو چطور قرار بدید، چه مچ تایپ هایی رو با چه کیورد هایی رو با چه مچ تایپ هایی قرار بدید و اینکه بید کلمات رو چطور بذارید که بتونید اون حجم ایمپرشن و اون سرچ ترم هایی که مد نظرتون هست رو بتونید دریافت بکنید. من توی این کمپینی که میخوام ران بکنم یک جورایی میخوام اینطوری برم جلو که شما رو عملا کم حرفه‌ای تر بارتون بیارم، ولی ایشالله اون رو هم در نظر داشته باشید چون اون روش خیلی ساده تریه و اون هم در دل این روش عملا قرار داره. من سعی کردم بیام این روش کلی‌تر و روش حرفه‌ای‌تر رو بهتون بگم و که کارتون عملا راحت‌تر باشه، چون مدت زمانی که شما لازم است روی پروژه گوگل ادز بذارید 100% خیلی کمتر نسبت به پروژه سئو و دوست دارم که بتونید زمانتون رو بهتر مدیریت بکنید، بیشتر تایمتون رو بحث آموزش بذارید، رو بحث ریسرچ بذارید و کمتر تایمتون رو بخواید روی پروژه بذارید و حالا مستهلک بشید. خب روی قسمت بیدینگ بودیم جلسه قبل و گفتیم که ما میتونیم بیدینگ استراتژی ها یا بید استراتژی های مختلفی رو داشته باشیم و برای کمپین اون انتخاب بکنیم. بید استراتژی چی بود؟ یک زوم اوت کلی بکنم و یک ریویو داشته باشیم نسبت به جلسات قبل. بید استراتژی مبحثی بود که گوگل ادز به من چند تا آپشن میداد و من میگفتش که شما آقای علوی، شما آقای امیر عباس میتونید از چندین روش اکانت بیای و هزینه‌ای که من از تو کسر میکنم رو انتخاب بکنی، بر اساس کلیک باشه، بر اساس نمیدونم ایمپرشن باشه، بر اساس نمیدونم ویو باشه، بر اساس موارد مختلف مثل کانورژن باشه. کانورژن باز خودش کانورژن ولیو داره، خیلی موارد مختلفی میتونه باشه که ما گفتیم گوگل میخواد اینجا یکم زرنگ بازی در بیاره و CPC یا مانوال CPC رو ما نمیده اینجا داخل موارد و گزینه‌هاش، ما چیزی رو اینجا نمیبینیم به نام مانوال CPC و یکی از این موارد رو به صورت حالا دیفالت برای خودمون انتخاب میکنیم. برامون هم مهم نیست چون بعد از اینکه کمپینمون رو ساختیم مستقیما میخوایم بریم و اون رو تغییرش بدیم. درباره بحث تارگت کاست پر اکشن یا CPA صحبت کردیم که نمیخوام دوباره واردش بشم و همونطور که میبینید من اینجا گزینه حالا نکست رو میزنم، بیدینگ هم انتخاب میکنم، میریم سراغ قسمت بعدی. درباره بحث کمپین ستینگ صحبت کردیم که چه زمانی اصلا ما سرچ نتورک رو بزنیم و چه زمانی نزنیم، دیسپلی نتورک چیه و چه زمانی بزنیم و نزنیم، که کلا گفتم بچه‌ها سعی بکنید روی کمپین های سرچی که برگزار میکنید این تیکا رو کلا غیر فعالش بکنید و تیکا رو بردارید. درست حجم نمایش بیشتری خواهید گرفت، حجم ورودی بیشتری خواهید گرفت، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بر اساس هدفمون بیایم و به مخاطبمون در محل درست به کاربرمون نشون بدیم ادمون رو و تبلیغمون رو. هدف ما از کمپین سرچ اینه که کاربر زمانی که تشنه بود
یک لیوان آب بذاریم جلو دستش، اگر توی گوگل خودش اومد سرچ کرد چیزی رو بهش نشون بدیم. توی کمپین های دیسپلی کلا برعکس این مسئله و ما فعلا نمیخوایم از دیسپلی نتورک و سرچ نتورک بیایم و استفاده بکنیم. درباره بحث لوکیشن باهاتون صحبت کردم، مباحث مالیاتی که وجود داشت روی بعضی از کشورها که بعضی‌ها این اکسکلود میکنن، گفتم چون هزینه‌اش به شدت ناچیز هستش من سعی میکنم که این کار رو انجام ندم. ممکنه من از اون کشورها کاربر من با VPN اون کشورها بخواد وارد بشه و عرض به خدمتتون که من میخوام اونجا ورودی بگیرم و چون مالیاتش به شدت هزینه ناچیزی هستش، من همیشه روی کمپین های سرچم لوکیشن رو میذارم رو all countries and territories و برام مهم نیستش این مسئله. روی بحث لنگویج صحبت کردیم و توضیح دادم بهتون چقدر فرق عظیمی هست بین عرض به خدمتتون زبان فارسی و زبانی که گوگل تشخیص میده، عملا بر اساس زبانی که گوگل تشخیص میده در کمپین های سرچ و تعریف و متریک عملا لنگویج در کمپین های سرچ با کمپین های دیسپلی چقدر فرق داره، با اینکه فیلدشون دقیقاً مثل همه، ولی گفتم این مسئله رو در نظر داشته باشید و اینکه چرا ما باید اصلا زبان فارسی و انگلیسی هر دو رو داخل قسمت لنگویج سرچمون اضافه بکنیم کمپین سرچمون، و اینکه اصلا تعریف لنگویج در کمپین های سرچ چیه. تمام موارد صحبت کردیم که صرفا میخوام حالا یک موری میخواستم بشه و عرض به خدمتتون که درباره بحث آدینس صحبت کردم به صورت خیلی 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 کلی و گفتم که این مبحث رو حالا داخل دوره گوگل آنالیتیکس کامل توضیح دادم دربارش، چون اصلا اینجا جاش نیست که بخوام درباره بحث آدینس ها، سگمنت ها و فانل فروش و قیفی فروش بخوام بیام باتون صحبت بکنم. ولی این مبحث که شما آدینستون رو بشناسید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی برگزاری کمپین های سرچ. همین امروز من اتفاقا خود جالب باشه که براتون بگم با یک مجموعه که حوزه گردشگری داره کار میکنه جلسه گذاشته بودم و حالا جلسه دوم بود و قرار بود که بخوایم حالا شروع همکاری داشته باشیم. 2 تا پلن بهشون دادم چون بنده خدا یک مقداری مشکل داشت روی بحث این که اصلا آدینس چیه، سگمنت چیه و به شدت دانش آیتی به شدت پایینی داشتش و گفتش من کلا میخوام همینجا نشون داده بشم و اصلا آدینس برام مهم نیست و من بودجه دارم و فلان اینجور حرفا. بس این بودجه رو براش چند تا پلن براش نوشتم چون همیشه من طبق تجربه دیدم که کارفرما همیشه این حرفو میزنه که من آره بودجه دارم و فلان اینا، مخصوصا افرادی که دارن تو حوزه‌های بزرگ و پررقابت مثل حوزه گردشگری کار میکنن. گفتم میخوام بلیط هواپیما رو داشته باشم، تور رو میخوام کار کنم، داخلی خارجی، هتل میخوام کار کنم، همه چی میخوام کار کنم. بودجه براش بستیم شد. عرض به خدمتتون 1.5 میلیارد توی 3 ماه اول و گفتش که نه مثلا باز اینطوریه و اونطوریه و کار نداریم. زمانی که اومدم براش همونجا چون پلن دومم داشتم برای خودم چون میدونستم ریاکشنش چطور خواهد بود، گفتم که خب حالا اومدم برات سگمنت کردم، آدینس تو بیا روی این کار کن، این روی این کار کن، این روی این کار کن. هزینه‌اش چقدر شد؟ هزینه فقط بودجه تبلیغاتیش فقط شد نزدیک 1/5، چرا که ما اومدیم رو مخاطب هدفمون کار بکنیم. مبحث آدینس داخل و سگمنت هم داخل کمپین های سرچ، کمپین های دیسپلی که بیشتر استفاده میشه، کلا کمپین های تبلیغاتی دقیقاً همین مبحث هستش. شما رو حوزه های کوچیکی که الان حالا میخواید پروژهش رو بگیرید، حالا نمیگم حوزه‌تون کوچیکه، منظورم از حوزه های بزرگتر، حوزه‌ای که خیلی حجم سرچ بالاتری داره و بودجه خیلی بیشتری میذاره، حالا مثل حوزه گردشگری. حالا من خیلی از حوزه‌های کوچیکی دارم الان کار میکنم و خب چون خیلی کار توشون راحت‌تره و کمپین راحت‌تر برگزار میشه اونجا، اما توی بعضی از حوزه‌ها مثل حوزه گردشگری شما بودجهتون واقعا محدوده و قرار نیست که شما همه مخاطبا رو بیاید در نظر داشته باشید. سگمنت ما هم میتونه بر اساس هزاران مدل و مدل‌های مختلف قیف فروشمون باشه و باید اینو در نظر داشته باشیم. حتما بچه‌ها لطف کنید این مسئله رو در نظر داشته باشید که هم بودجه کارفرما حروم نشه، هم که شما بتونید نتیجهتون رو به بهترین شکل ممکن نشون بدید. میگم باز هم نمیخوام در مورد آدینس الان و سگمنت ها صحبت بکنم، ولی صرفا در نظر داشته باشید که با سگمنت کردن دیتاتون و با شناخت مخاطبتون و آدینستون میتونید خیلی هدفمندتر کار بکنید. ان شاءالله که دربارش بخونید و در نظر داشته باشید این مسئله رو. هادی جان بفرمایید سوالی اگه دارید. رئیس هند زده بود هادی، من نمیشتم صدا تو. اگر خب شروع کنیم که فکر می‌کنم که صدا من نداره. عرض به خدمتتون که میرم گزینه نکست رو میزنم اینجا و میرم سراغ قسمت
مهم خیلی مهمه گوگل ادز که مربوط میشه به قسمت اگه اشتباه نکنم اد گروپمون و کیوردامون. خب درباره بحث اد گروپ صحبت بکنم. قبلا خیلی درباره این مسئله صحبت کردیم با هم دیگه، ولی صرفا میخوام ایده کلی بهتون بدم درباره مبحث اد گروپ. اگر اجازه بدید به من از این برم آیپد رو وصل کنم و بتونم به صورت ویژوالی براتون یه چیزی رو بکشم که خیلی راحت تر عملاً درکش بکنید. فقط امیدوارم که اینجا این صدا نپیچه. خب صدا پیچه. آره صدا نپیچه. من مجبور میشم صدا رو بچه‌ها کلا اینجا قطع کنم. چقدر این محدودیت بدیه واقعا که نمیشه دو تا دیوایس رو وصل کرد. یک دو سه. خب بچه متاسفانه نمیشه. نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ایشالله که اگر میخواید که میتونم براتون بکشم از این ور براتون توی دوره ویدئویی قرار بدم. خب نکته که وجود داره چیه؟ اینه که ما روی بحث اد گروپ صحبت کرده بودیم قبلا. اد گروپ میشه برای ما یه جورایی، اگر بخوایم به یک تعریفی عملاً براش داشته باشیم، میشه مجموعه ای از کانسپت های یکسان، کانسپت های کلمات کلیدی که کانسپت های یکسانی نسبت به هم دیگه دارن. درباره کانسپت بچه‌ها قبلا خیلی صحبت کردیم، بیشترتون هم حالا متخصص هستید و این مسئله رو میدونید. کلمات کلیدی که هم کانسپت هستن و یوزر اینتنت نسبتاً یکسانی میتونن داشته باشن. مثلا دوره گوگل ادز و آموزش گوگل ادز گفتیم که کانسپتشون یکسانه یا نه؟ دوستایی که یادشونه؟ یه بار دیگه میگی؟ دوره گوگل ادز و آموزش گوگل ادز میخوام ببینم کانسپتشون یکسان هستش یا نه؟ نه اون آموزشیه. مگه دوره چیه؟ مگه دوره آموزشی نیست؟ نه اون کسی که آموزش میخواست بیشتر رایگان بود، دنبال رایگان بود. آفرین. حالا یک سوال دیگه بپرسم ازتون. دوره آموزشی اینجا براتون بنویسم. دوره آموزشی گوگل ادز رو مقایسه بکنید با آموزش گوگل ادز و دوره گوگل ادز. این سه تا کلمه رو بچه‌ها با هم دیگه مقایسه بکنید. میخوام بهم بگین که یه کانسپت دارن، هم کانسپتن یا نه. اولی و آخری هم کانسپتن ولی آموزش گوگل ادز نیست، ولی بازم که صحبت کردیم گفتیم که میتونیم ازش استفاده بکنیم به شرطی که بتونیم در واقع براشون هوک بذاریم. براشون چی بذاریم؟ هوک بذاریم، قلاب بذاریم که بتونیم کسی که دنبال آموزش رایگانه بیاریم و دوره بهش بفروشیم. درست. بسیار عالی. اولی و سومی هم کانسپت. درسته. نکته که بچه وجود داره اینه که دوره گوگل ادز و دوره آموزشی گوگل ادز آره با هم دیگه هم کانسپت هم، ولی آموزش نمیشه گفت هم کانسپت نیست، نمیشه گفت هم کانسپت هم هست. یک مقداری تمش فرق داره، ولی من سعی میکنم اگر بودجم واقعا جواب بده بیام و این کلمات رو داخل اد گروپ هم استفاده بکنم. اد گروپ بچه‌ها اونجایی که اسمش مشخصه مجموعه ای از کیورد ها و ادها یا تبلیغات ما رو میاد در بر میگیره. یعنی من یک سری کیورد دارم که میخوام کاربر با سرچ کردن اونها به من برسه، یعنی اد من به اونها نشون داده بشه. ادی که از قبل نوشتم، هدلاین، دیسکریپشن یا سری از اسستایی که من نوشتم نشون داده بشه بهش و با کلیک کردن روی اون اد من وارد یک صفحه لندینگ بشه. ما اینجا سه تا کانسپت مختلف رو داریم. یکی بحث کیورد هامون هستش، یکی بحث ادها و اسست هامون هستش که ادهای من عملا همون تبلیغاتی هست که من به کاربر نشون میدم، شامل هدلاین هایی میشه، شامل دیسکریپشن هایی میشه،
شامل یک سری اسست ها میشه، مثل سایت لینک، مثل نمیدونم تمامی اکستنشن هایی که گوگل ادز در اختیار ما قرار میده و یک صفحه لندینگ. یادتونه روی بحث بهینه‌سازی و بحث کوالیتی اسکور که صحبت می‌کردم چی گفتم بهتون؟ گفتم ما یک مثلثی داریم داخل گوگل ادز که این مسئله خیلی برامون مهم هستش و باید یک همپوشانی بین تمام اینها وجود داشته باشه. یکی بحث expected CTR بود، یکی بحث ad relevancy بود و یکی هم بحث landing page experience. این سه تا مبحث رو بچه‌ها حتما در نظر داشته باشید. مجموع اینها میشه کوالیتی اسکور شما که مستقیما روی بهینه‌سازی کمپینتون تاثیر میذاره، مستقیما روی عرض به خدمتتون بهینه‌سازی هزینه هاتون تاثیر میذاره و مستقیما روی رتبه شما تاثیرگذار خواهد بودش. کاری که من انجام میدم، میخوام فایل کیورد ریسرچ هم رو باز بکنم، فایل کیورد ریسرچی که با هم دیگه انجام دادیم و برم و مستقیما دوباره روی اون فایل کیورد ریسرچ باهاتون صحبت بکنم. صفحه هم بیام و به صورت کلی شیرش بکنم که شما این صفحه هم داشته باشید. خب این فایل کیورد ریسرچی هستش که ما با هم دیگه انجام دادیم و میخوایم این فایل کیورد ریسرچی که اینجا انجام دادیم با هم دیگه اضافهش بکنیم به اد تب به عنوان کیوردهای عملا کمپین گوگل ادزمون. ماشاءالله به سرعت. خب درباره اسم نویسی بچه‌ها اد گروپ رو بهتون گفتم. ما رو بحث اسم نویسی خب خیلی باید دقت داشته باشیم و خب این مسئله خیلی مهمیه. زمانی که تعداد اد گروپاتون میره بالا نسبت به اون کیوردها و اون کانسپتی که دارید کار میکنید روش، حتما اسم اد گروپتون رو درست انتخاب بکنید که خودتون هم بس برای گیج نشید. من اینجا اسم کورس رو میذارم داخلش چون فعلا میخوام روی کانسپت دوره بیشتر تمرکز داشته باشم و فعلا رو بحث آموزش و لرن نمیخوام کار بکنم. یعنی این اد گروپ من اختصاصا مال بحث کورس هستش. یک گزینه اینجا گوگل برای ما قرار داره. ما قسمت کیورد رو داریم میبینیم، در مورد قسمت کیورد دارم صحبت میکنم و کیورد هامون اولا کلمات کلیدیمون. یک گزینه آپشنال اینجا گوگل برای ما قرار داده که میگه شما اگر یورل اون صفحه لندینگ تو بیای و برای من قرار بدی، من اینجا کاری که انجام میدم میتونم این کیورد ها رو برای تو در بیارم و میتونم بهت ساجست بدم که نسبت به اون صفحه‌ای که مد نظرت هستش و میخوای روش ادز برید، صفحه لندینگ، یه سری کیورد آیدیاز بهت بدم. باز هم ما این کارو هیچ وقت انجام نمیدیم چون ممکنه که لندینگ پیج ما مشکل داشته باشه. ممکنه که لندینگ پیج ما از لحاظ لندینگ پیج اکسپریانس مثلا امتیاز خوبی نگیره واقعا در ابتدا، پس نمیایم. یا مثلا محتوایی رو که نوشته شده باشه اونجا چگالی کلمات کلیدی که ما مد نظرمون نیست مثلا روش بخوایم ادز بریم بیشتر مثلا باشه نسبت به کلمات کلیدی که مد نظر خودمون است. پس برای همین این مسئله رو کلا ازش ایگنور میکنیم و کلا بهش دقتی نمیکنیم و برمیگردیم به سراغ کیورد های خودمون. یه ابزار میخوام بهتون معرفی بکنم که خیلی بهتون کمک میکنه و از این ابزار بچه‌ها میتونید خیلی راحت استفاده بکنید برای اینکه بتونید مچ تایپ های کیورد هاتون رو انتخاب بکنید. من اینجا یک سری کیورد دارم، یک سری نگاتیو کیورد دارم. اینم کانسپت هایی بود که اومدم و نوشتمشون. حالا میتونم از اینا استفاده هم بکنم حتی در اینجا چون کلمات انگلیسی بود. میرم کپی میکنم کاتشون بکنم بیارمش پایین به اینجا داشته باشمش. این رو هم دیلیت کنم و از این خب این رو هم دیلیت کنم. اوکی. خب این هم کیوردهای من. بچه دو تا حالت وجود داره. یه زمانی هستش، حالا ما اینجا کانسپت ما میدونیم که یه دونه اد گروپ بیشتر نخواهیم داشت، ولی یک زمانی هستش که مثلا دارم میگم مثل اتفاقی که الان اینجا میفته، من هم کانسپت دوره رو دارم ولی هم کیوردایی که دارم تو کانسپت آموزش قرار میگیرم. من میام اینجا اد گروپام برای خودم مشخص میکنم. این نگاتیوا رو کلا کم میارمش اینورتر که کار از جلو دستم خلوت بشه. لیست کیوردایی که اینجا در آوردم و که اینجا دارم. حالا میام بر اساس اد گروپ هم که یکی اد گروپ کورس بودش و یکی هم اد گروپ
لرن بود اینجا انتخاب میکنم که من میخوام چند تا اد گروپ الان داشته باشم. این چیز روشی دارم بهتون میگم بچه‌ها، روشی صرفا مال منه، شما میتونید به ازای هر کدوم از اد گروپاتون بدون شیت تعریف بکنید. این اصلا کاملا آپشنال و دست خودتونه. من اینطوری راحت ترم چون کیوردامو اینجا میبینم و خیلی راحت تر میتونم دسته‌بندی بکنم کیوردهامو. بعضیا میان رنگیش میکنن این رو، بعضیا میان همینجا مثلا مشتابش اضافه میکنن. من نظرم اینه که این کارو انجام بدین. نسبت میگم صرفا به تجربه، شما میتونید از هر روش دیگه استفاده بکنید. خب دوره گوگل ادز رو من میگم خب کیوردامو دیدم و میدونم که طبق صحبتی که دو جلسه قبل داشتیم رو بحث کیورد ریسرچ رو، میدونم که من میخوام دو تا کانسپت بیشتر ندارم اینجا و دو تا اد گروپ هم نسبت به اون کانسپت ها میخوام تعریف بکنم. دوره گوگل ادز رو میارم روی اد گروپ کورس قرارش میدم. دوره جامع گوگل ادز رو همینطور میام و توی اینجا قرارش میدم و آموزش رو کلا میام و روی قسمت لرن قرارش میدم. آموزش 0 تا 100 رو میام روی لرن قرارش میدم. دوره تکمیلی دوره گوگل ادز آنلاین، اینو دوتاشو میام و تو اینجا قرار میدم. آموزش رو باز دوباره میام روی قسمت لرن قرارش میدم، اد گروپی که حالا بعداً میخوام بسازمش. هرچی آموزش دارم من صرفا میخوام الان پکیج آموزشی، صرفا دوره رو میخوام بردارم. پکیج آموزشی، خرید دوره، آموزش گام که نه، بهترین دوره، قیمت دوره آموزشی، فیلم آموزشی، آموزش که نه، باز هم دوره کارگاه هم میذارم، کلاس گوگل ادورز هم میذارم. صرفا اینا رو چه اتفاقی افتاد؟ دوره رو داشتم بیارم بذارم اینجا. بچه من ببخشید شما نداریم. صدا دارین بچه ها؟ کلاس قطع شد؟ بله. خب تا کجا داشتیم صحبت میکردیم؟ تا کجا داشتیم صدای منو؟ داشتیم اد گروپ رو درست میکردیم. خب اومدیم روی بحث دوره. گفتم من میام دوره ها رو کلا جدا میکنم و قرارش میدم داخل اد گروپ کورسم. تصویر نداریم؟ شیرم هم قطع شد. چی شد دفعه کلا همه چی قطع شد؟ خب الان باید داشته باشیم، درسته؟ خب قیمت دوره، بهترین دوره، اینا رو میذارم روی قسمت کورس. فیلم آموزش رو که نمیخوام، دوره رو باز دوره میذارم. دوره گوگل ادز 2023 دوره کارگاه هم میذارم. حتی کلاس گوگل ادورز هم میخوام چون کسی که سرچ میکنه این کلاس میخواد. آموزش ها که نه، دوره رو باز دوره میذارم، دوره و تا اینجا. چند تا هم من اشتباه املایی دارم که باید درستش بکنم. حتما چون اشتباه املایی نداشته باشید چون احتمال اینکه کلوز وریانت بخوره خیلی کمه. خب اینم دوره است، دوره اوکی. بقیه مواردی که مربوط به آموزش، حالا پکیج آموزشی هم میذارم روی دوره چون کسی که این سرچ میکنه به نظرم دنبال فیلم آموزش گوگل ادورز هم به نظرم شاید
مناسب باشه. صرفا میخوام تست بکنم. بقیه موارد آموزش رو بچه‌ها میام کجا میذارم؟ روی قسمت کلا آموزشی خرید دوره هم اینجا داریم که باز دوباره میذارمش اینجا و آموزش تبلیغ رو هم میذارم این قسمت، آموزش تبلیغات کلیکی رو هم میذارم اینجا، آموزش گام به گام هم میذارم اینجا. خب کیوردهای من اینجا بسته شد. من الان اد گروپ هامو دارم و بر اساس این میام و اد گروپ هام رو میسازم. عملا این هم نگاتیو کیورد اون هستش. خب تا اینجا بچه‌ها سوال؟ نه مرسی. بسیار عالی. خب کاری که اینجا میخوام انجام بدم، من میخوام مچ تایپ کیورد هامو اینجا در بیارم. دو تا حالت داره. یا من میام و روی همین قسمتی که اینجا وجود داره میام و مچ تایپ هامو اضافه میکنم، یعنی این از این کیوردهایی که اینجا دارم میگم آقا مثلا من از دوره گوگل ادز میخوام که عین کلمه کلیدی که کاربر سرچ کرد دوره گوگل ادز رو بیام و بهش ادمو نشون بدم. یه زمانی میگم آقا ممکنه کاربر سرچ بکنه خرید دوره گوگل ادز. خب اینجا چیکار بکنم؟ یه زمان ممکنه سرچ کنه قیمت دوره گوگل ادز و اینم برای من مهمه. یه بار شاید سرچ بکنه دوره گوگل ادز مثلا چه میدونم امیر عباس علوی، مثال دارم میزنم. خب اینم من میخوام من نشون داده بشه. چیکار بکنم؟ پس من از این کیورد ممکنه دو تا بخوام، دو تا مچ تایپ بخوام مثلا برم، یا حتی بخوام این کیوردم که کور کیوردم هستش بخوام حسن از همین کیورد بیام و یه دونه برادش هم تعریف بکنم. اتفاقی که میفته من دو تا حالت داره برام، یا باید همینجا داخل فایل اکسلم، داخل فایل گوگل شیتم، هر جا که هستش بیام و مچ تایپ هامو عملا اینجا انتخاب بکنم و تعیین بکنم که از هر کیوردی من چه مچ تایپی میخوام. یا اینکه کاری که میخوام انجام بدم چیه؟ من میگم آقا من کل این کیورد ها برام مهمه، کل این کیورد ها برای من به صورت هم اگزکت مهمه هم به صورت فریز مچ. اما این حالت خیلی پیشرفته است که من خودم همیشه انجام میدم، چون من همیشه با دیتای با کیورد نسبتا زیاد چیزی که به ذهنم میرسه شروع میکنم، سعی میکنم با نسبت به دیتایی که میشینه بشینم پرفورم بکنم کمپینمو، بشینم بین سازیشو انجام بدم. بعضیا ممکن از همون اول بیان ریز بشن و کیورداشون رو مثلا مچ تایپاشون رو دقیق انتخاب بکنن، بیان و تمام کلمات کلیدی که به ذهنشون میرسه رو باهاش شروع بکنن و حجم کیورد زیاد شروع بکنم. من با حجم کیورد کم شروع میکنم، میذارم نسبت به اون زمانی که کاربر داره سرچ میکنه در بیارم که آقا مثلا من روی این کیورد میخوام ادز برم. ولی خب این مسئله میگم بچه‌ها نیاز به بهینه‌سازی و اون تحلیل قدرت تحلیل بالای شما داره. ولی من ترجیح میدم که به شما بیام اون روش پیشرفته رو بهتون یاد بدم و آموزش بدم. اون روش دیگه عملا زیر مجموعه همین قرار میگیره. من کاری که اینجا انجام میدم چی؟ میام کیوردام یک بار میخونم برای خودم تا ببینم چیز دیگه به ذهنم میرسه یا نه و اینکه من مچ تایپ اینا رو بعد چطور تعیین بکنم. دوره گوگل ادز، دوره جامع گوگل ادز، دوره تکمیلی گوگل ادز، دوره گوگل ادز آنلاین، دوره آموزشی گوگل ادز، بهترین دوره گوگل ادز، قیمت دوره گوگل ادز، دوره آموزشی گوگل ادورز جدید، دوره اینجا اشتباه نوشتم، دوره گوگل ادز 2023، دوره گوگل ادز جدید فکر میکنم که دو تا از این داشتیم. آره نه همین بود. دوره جامع گوگل ادز، کارگاه آموزش گوگل ادورز، کلاس گوگل ادورز، دوره تبلیغات آنلاین، این خیلی کلمه کریه و خیلی سطحش بالاتره، دوره گوگل ادز پیشرفته، دوره گوگل ادورز، دوره گوگل ادز، آموزش گوگل ادز. این آموزش بچه‌ها اینو من میذارم اینجا، خوب شد چک کردم. دوره گوگل ادورز، دوره گوگل ادز آنلاین، پکیج آموزشی گوگل ادز، فیلم آموزشی گوگل ادورز و خرید دوره گوگل ادز. خب کیوردهایی که من الان برای خودم خوندم کیوردهایی هستش که من 100% میخوام روی اگزکت اینها برم، یعنی کاربر روی اگزکت اینو سرچ بکنه خودم میخوام 100% نشون داده بشم. ولی خب فریز مچش هم میخوام در نظر داشته باشم دیگه، چون این کل این کیوردهایی که من اینجا الان ست کردم برام فریز مچش هم مهمه. مثال زدم براتون، گفتم کسی که سرچ میکنه دوره جامع گوگل ادز ممکنه سرچ کنه خرید دوره جامع گوگل ادز، ممکنه سرچ کنه قیمت دوره جامع گوگل ادز، ممکنه سرچ کنه دوره جامع گوگل ادز مثلا ارزان، مثال دارم میزنم، یا مثلا دوره جامع گوگل ادز امیر عباس علوی. خیلی حالتهای مختلفی ممکنه اینجا وجود داشته باشه که کاربر اونها رو سرچ بکنه.
پس من چون میدونم این کلمات اگزکتش رو میخوام در نظر داشته باشم و اگزکت اینها رو کاربر امکان سرچش رو داره، پس روی اگزکت اینها ادزم و حتما میرم، یعنی کیوردم رو روی اگزکت اینها با مش تایپ اگزکت عملا ست میکنم. اما چرا فریز میرم؟ فریز هم گفتم چون که ممکنه قبل یا بعد از این کلماتی که اینجا من تعریف کردم کاربر سرچ انجام بده، یه کیوردی رو سرچ بکنه، که قبل و بعد از اینها هم اولا قبل و بعد این کیوردی که من ست کردم هم یک چیزی رو اضافه یا کم بکنه، کم کنه اضافه بکنه. حالا یک سوال ازتون میپرسم، نیازمند این هست که این مسئله رو عمیق متوجه شده باشید. من میخوام که من چرا عملا نیام فریز اینها رو قرار بدم و اگزکتش رو قرار ندم، مگه زمانی که فریز میزنم اگزکت رو هم شامل نمیشه؟ یعنی مثلا من اگر بیام اگزکت این کیورد رو تعریف بکنم، قیمت حالا دوره گوگل ادز رو اگر بیام فریز بزنم، هم خودش رو شامل میشه هم کیورد هایی که قبل یا بعدش قرار میگیره. چرا دیگه بیام اگزکتش رو بزنم؟ کسی میتونه جواب سوال منو بده؟ خب خود تکیش بیشتر از فریزش میاره. یعنی چی؟ سعید متوجه نشدم. خود تکیش بیشتر از فریزش میاره، متوجه نشدم. نباید هزینه یکسانی داشته باشن. صحبت درست محمد هستن که نباید هزینه یکسانی داشته باشن، اما چرا نباید هزینه یکسانی داشته باشه؟ پول کمتری بذاریم برای فریز. خب چرا سعید؟ بازم چرا؟ من دنبال چرا ما روی فریز باید پول کمتری بذاریم؟ گوگل متوجه بشه رو چی تمرکز کردیم. مگه ما تمرکزمون روی این نیستش که بتونیم ادمون رو به کاربر نشون بدیم و کاربر رو بیاریم وارد وبسایت بکنیم؟ حالا من تمرکزم روی کیوردیه که برای من فروش بیشتری داشته باشه. چرا ممکن اون کیورد فریز باشه؟ صرفا قرار نیستش که همیشه اگزکت ها روش تمرکز داشته باشیم. منظورت از مهمتر چیه تیام؟ یعنی کلماتی هستن که شاخصن، کلمات اصلی هستن که داره سرچ میشه و میزان سرچ هم خیلی بیشتره و باید بودجه بالاتری براش بذاریم. خب این بودجه رو نمیتونیم برای در واقع فریز ها بذاریم چون خیلی بودجه از همون هدر میره. خب اینم درسته. همتون بچه دارید درست میگید، اما اون دیدگاه ها رو میخوام ببینم که دارید یا نه. صرفا دارم همین ازتون سوال میپرسم. به خاطر بهینه‌سازی که 100% هستش محمد حسین، چون اگزکت دقیقاً میاره اما فریز رو ما نمیدونیم اون کلمه‌ای که اضافه میکنه چیه. خب ما اصلا هدفمون همینه سعید. ما هدفمون از ست کردن کیورد فریز با مش تایپ فریز اینه که ما نمیدونیم کاربر چی سرچ میکنه و برای اینکه نمیدونیم میایم و فریز مچ ست میکنیم و هدفمون عملا همینه که چیزهایی که نمیدونیم رو با توجه به سرچ کاربر بتونیم دریافت کنیم روی داشبورد گوگل ادز. یعنی اصلا فریز مچ ست کردن به خاطر اینکه ما چون نمیدونیم خیلی از کیوردها رو که کاربر چی سرچ میکنه، به خاطر اینکه ورودیمون بیشتره و میتونیم رتبه بهتری داشته باشیم با در نظر گرفتن بید بیشتر. نه صرفا ورودیمون که بیشتر ممکنه بشه، آره، یعنی ما عملا نه که ورودی ایمپرشن بیشتری میگیریم، نه ورودی صرفا. حالا ایمپرشن بیشتر بعضی وقتا باعث ورودی بیشتر هم میشه. رتبه بهتری داشته باشیم نه صرفا، اونم بازم مربوط به رتبه نمیشه این کار، چیزی که میخوام بگم. چون همه کیورد ها رو جان حالت فریز هم مخصوصا در ابتدای ران کردن کمپین خیلی ممکنه کلماتی بیاره که نیاز به نگاتیو کردنشون باشه. خب و من فکر میکنم که یکی از دلایلش هم همین باشه، چون بودجه خیلی کمی برای حالت فریز بذاری تا بتونی نگاتیواتو در بیاری، بعدا ممکنه بودجه‌تون هم تغییر بده. این هم درسته. خیلی دارید نزدیک میشید واقعا. یعنی شاید بگم صحبتتون رو جمع‌بندی می‌کنیم همتون، صحبتتون واقعا همه جواب سوال من رو دارید میدید. به خاطر اینکه ورودیمون بیشتره و میتونیم رتبه بهتر اینی که گفتم، چون همه کیورد ها رو در بر میگیره که بعضیاشو ممکنه ما نخوایم. چقدر سخت نوشتی. چون همه کیورد ها رو در بر میگیره که بعضیاشو ممکنه نخوایم. من کمی بد متوجه شدم بچه.
نه منظورم اینه که اون کلمات ناشناس شاید به خرید منتهی نشن. پس exact بیشتر پول بذاریم چون میدونیم احتمال خرید بیشتره. بچه شما تا زمانی که دیتا رو داشبوردتون ندارید و نمیدونید یک کیورد چقدر براتون کانورژن میزنه چطور دارید میگه احتمال خرید بیشتره؟ دارم به چالش میگشمتون، ممکنه اصلا سوالتون درست باشه، دارم صرفا به چالش میگشمتون. CTR آره اینم میشه، اینم خیلی خوبه. آفرین هادی. نگاتیو ها نه جواب سوال من نیست. نگاتیو ها کی دستشو بلند کرد بچه‌ها؟ کی ریز هند زد؟ من ریز هند زدم. بفرمایید. منظور من این بود که تو حالت فریز چون خیلی از کیوردها رو در بر میگیره، یه سری کیوردها حالا قبل اضافه میشه، یه سری کیوردها بعد، خیلی هاشو ممکنه ما نخواهیم اصلا، واسه همین حالت اگزکت مچ هم تعریف میکنم. درست. خب یه جنبندی بچه بکنم نسبت به صحبتاتون و خیلیاتون درست گفتین، خیلی ممنونم، ولی میخوام جنبندی بکنم صحبتاتون، کلا با هم دیگه صحبتاتون میکس بکنیم، شاید جواب سوال من رو به صورت خیلی کامل و دقیق دادید. یه نکته وجود داره، من اصلا چرا میام از مچ تایپ های مختلف استفاده میکنم؟ یه زمانی هست که آقا من حوزه کاری خودم رو میشناسم، من دارم در مورد این مسئله صحبت میکنم، درباره این فضا و حالت دارم صحبت میکنم. زمانی که من حوزه کاری خودم رو میشناسم مثل الان، و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این مسئله رو در نظر داشته باشید و حوزه کاری که میخواید روش کار بکنید و قبلا هم بهتون گفتم برید بشناسید حوزه رو، ببینید آقا اصلا چیه، یا از خود کارفرما بپرسید یا اینکه خودتون واقعا سرچ بکنید و تحقیق بکنید. اگزکت مچ یعنی چی؟ من چرا از اگزکت مچ استفاده میکنم و بیدش رو باید بالاتر بذارم یا پایینتر بذارم؟ عرض به خدمتتون که چرا اصلا اگزکت مچ رو تعریف میکنم، چرا فریز مچ تعریف میکنم، چرا اینا رو میام از هم جدا میکنم و خیلی از سوالات دیگه. خیلی بچه‌ها ساده است. شما اگر تعریف فریز مچ رو بدونید، من میام اینجا به صورت حالا دوباره یا همینجا بیام تعریف بکنم، چک نویس داشته باشیم بعد پاکش کنم. من میام این کیورد رو تعریف میکنم به نام ای بابا خب به نام دوره گوگل ادز. نور میفته رو کیبوردم من نمیبینم. یه زمانی میام کیبوردم رو تعریف میکنم دقیقا مثل همین دوره گوگل ادز، ولی اتفاقی که میفته میام و اینو داخل براکت قرارش میدم، دوره گوگل ادز. چه جالب که براکت همون برعکس گذاشتم. چقدر کار با اکسل سخته واقعا، من عادت ندارم. گوگل شیت خیلی راحت تره به نظرم. خب میام کیوردامو تعریف میکنم اینجا. اگر بچه این کیورد و بیدش هم اینجا براتون می‌نویسم، مثلا من بید اینا رو میخوام هر دو بذارم مثلا روی 2، فرقی برام نداره. میخوام بذارم مثلا روی 2 لیر، 2 دلار، 2 درهم، هر چیزی، هیچ فرقی برای من نداره. پس اینجا من کیوردم رو تعریف کردم و روی قسمت بعدی هم اومدم و بیدم رو تعریف کردم. نکته که بچه وجود داره، اگر من بیام چند تا این یک سوال ازتون بپرسم، زمانی که من کیوردم مثلا دوره گوگل ادز ست میکنم، چند تا حالت وجود داره که کیورد من با این 2 درهم یا اصلا 2 لیری که من اینجا گذاشتم اد من نشون داده بشه، بعد من فایر بشه؟ چند تا حالت وجود داره؟ یه حالت وجود داره. آفرین. کلا بچه یه حالت وجود داره که اد من نشون داده بشه، زمانی که کاربر سرچ بکنه دوره گوگل ادز. حالا روی بحث دوره گوگل ادز به صورت فریز مچ چطور چند حالت وجود داره؟ خیلی
مشخص نیست. محمد چی نوشتی؟ امپرسان گذاشتی؟ بی نهایت. خب ما اینجا نمیدونیم اصلا، ما نمیدونیم چند حالت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی در سطح این کیورد دوره گوگل ادز، هم سطح این کیورد دوره گوگل ادز، صدها یا ممکنه هزاران کلمه وجود داشته باشه که کاربر اینها رو اگر سرچ بکنه اد من بهش نشون داده میشه و زمانی که روش کلیک بکنه من حاضرم به ازای اون کلمه دو لیر مثلا بپردازم. حالا چرا میام اصلا اگزکت مش تعریف میکنم؟ یه زمانی هست که گفتم بچه من دارم حالتی رو در نظر میگیرم که میدونم حوزم رو میشناسم. من میدونم کسی که سرچ میکنه دوره گوگل ادز میخواد بخره دیگه، دنبال دوره است. من میتونم نیازش رو برطرف بکنم با صفحه لندینگم. اما کسی که سرچ بکنه مثلا دوره گوگل ادز، مثال دارم میزنم، آقای ایکس که من نیستم، آیا اونجا من نیازش رو برطرف کردم؟ نه. چقدر اون کلمه برای من مهمه؟ مثلا سرچ کنه دوره گوگل ادز رایگان، دوره گوگل ادز ارزان. آیا من این کلمه رو اصلا میخوام تارگت بکنم؟ کاری ندارم اصلا به تارگت کردن یا تارگت نکردنش. اهمیت اون کلمه برای من چقدره؟ من یه حدسی دارم میزنم دیگه، دارم میگم آقا کسی که مثلا دارم میگم دوره من هستش مثلا 3,200,000، نمیدونم چقدر بودش دوره، نمیدونم، با بدون تخفیفش دارم در نظر میگیرم. کسی که سرچ میکنه، مثال دارم میزنم، دوره گوگل ادز رایگان یا دوره گوگل ادز ارزان، با توجه به قیمت دوره گوگل ادز های فعلی دارم میگم آقا دوره گوگل ادز دوره من گرونتره، پس احتمال خرید خیلی میاد پایین. و در سطح دوره گوگل ادز کیورد هایی رو ممکنه کوئری هایی رو ممکنه کاربر سرچ بکنه که اصلا به درد من نخوره، یا اینکه به درد من بخوره ولی اونقدری به اندازه خود کیورد دوره گوگل ادز برای من اهمیت نداشته باشه. من دارم حدس میزنم صرفا، نیومدم کلا از بیخ نذارمش بگم آقا من کلا میخوام رو دوره گوگل ادز کار بکنم، فریزش هم کار ندارم، فقط اگزکتش. این کارو نمیکنم چون من دارم حدس میزنم اینجا. من هیچ وقت پیش بینی نمیکنم. پیش بینی یعنی 100% بگم یه اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. اما من دارم احتمال میدم، میگم آقا من احتمال میدم که دوره گوگل ادز رو اگر کسی سرچ کرد احتمال خریدش، کانورژن ریت این کیورد من بالا باشه، مثلا 70%، 80% باشه، 90% باشه. حالت خیلی بالایی گفتم، مثال دارم میدم. اما اگه کسی سرچ کرد مثلا خرید دوره گوگل ادز ارزان یا خرید دوره گوگل ادز آقای ایکس، خب اصلا اینو من شاید نتونم ترغیبش بکنم بخرید. شاید اون فرد اصلا پرسونای مخاطب من نباشه، آدینس مخاطب من اصلا نباشه، دوره ادز رایگان میخواد. یا مثلا دارم میگم من الان دارم دوره جامعه برگزار میکنم، طرف بزنه دوره گوگل ادز مثلا مقدماتی، بزنه دوره گوگل ادز نمیدونم مقدماتی مثلا، اینو من شاید سخت بتونم تارگتش بکنم چون من دورم جامعه، دوره من پیشرفته است، از مقدماتی تا پیشرفته است. شاید طرف نخواد مثلا فقط مقدماتی کار بکنه، یا برعکس شاید مثلا اگر دوره من مقدماتی بود طرف سرچ بکنه پیشرفته دیگه نخواد دوره منو مثلا بگیره، دنبال دوره پیشرفته است، من دورم مثلا مقدماتیه. پس کاری که من انجام میدم چیه؟ من میتونم دو تا حالت کار بکنم. میتونم بیام کلا از همون ابتدا دوره گوگل ادز رو، این مال بچه‌ها چیزی که دارم بهتون میگم مال زمانیه که من نسبت به حوزه اطلاعی ندارم. تا الان داشتم درباره زمانی صحبت میکردم که من نسبت به حوزه‌ام مطمئنم، یعنی حوزه‌مو کامل میشناسم مثل خودم الان، چون پرسون مخاطبم میشناسم، نمیدونم کاربر دنبال چیه. یه زمانی هست که نه، من نمیشناسم اینو و من میخوام با دیتا صحبت بکنم. کارفرمام اونقدر نمیفهمه، کارفرمام صرفا یک اطلاعات کلی و جامعی داره نسبت به این حوزه، به حوزه خودش. نمیدونه دقیقاً کدوم کیورد ها ممکنه احتمال خرید و کانورژن ریت بالاتری داشته باشه. چیکار میکنم؟ میگم آقا من میام تست میکنم، میام کل کیورد ها به صورت فریز تعریفشون میکنم و داخل کمپینم قرار میدم. دوره گوگل ادز رو به صورت فریز میذارم دیتا بشین رو داشبوردم، گلم هم ست میکنم. اگر بعد یه روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، 5 روز
خود کلمه دوره گوگل ادز برای من کانورژن ریت بیشتری داشت. اوکی، میام این کلمه رو از اون سطح جدا میکنم، یه لول میارمش بالاتر، هزینه بیشتری براش در نظر میگیرم، اگزکتش رو میکنم، مثلا دارم میگم 2.1 لیر یا 2.1 درهم، هر واحدی که دارم کار میکنم، که ادرنکی بیاد سمت این کیورد من، دیگه سمت این کیورد نباشه. من میام اینو جداش میکنم، میگم آقا من حاضرم برای این کیوردم که برای مثال برای من کانورژن ریت بیشتری زده، هزینه بیشتری حتی بدم، بیشتر دیده بشم، سرچ ایمپرشن شیر بیشتری داشته باشم، بیشتر 4 تا نتیجه بالا دیده بشم و حتی بیشتر رتبه 1 باشم. این کیورد چرا دارم این کارو میکنم؟ چون این کیورد برای من داره گل میزنه، من میخوام بفروشم، اینو داره من میفروشه، دمش گرم. پس میام هزینه این رو بیدشو میبرم بالاتر. من اومدم این رو یک لول از این آوردم بالاتر، دوره گوگل ادز اگزکتش رو کلا از دوره گوگل ادز فریز آوردم بالاتر. گفتم آقا این یه لول بیا بالاتر، یک لول بیارمش بالاتر، اینو برای من بیشتر نشون بده، من میخوام تمرکز بذارم رو این، فوکوسم من رو اینه دیگه. الان نیومدم اینو حذفش بکنم، اینم باشه، من از این دارم ایده میگیرم، کیوردهای هم سطح این رو دارم ازش ورودی میگیرم، دارم نمایش میگیرم. حالا من به تمام کیوردهای در سطح دوره گوگل ادز دارم یک اجازه بهشون میدم که آقا شما اجازه این رو داری که ایمپرشن بگیری، کاربر روت کلیک بکنه، من کلیک بگیرم با توسط تو و بهت تست دارم، بهت فرصت میدم که با این کوئری کاربر بیاد رو وبسایت من و من ببینم کاربر گل من رو میزنه یا نمیزنه. اگر گل من رو زدی و تعداد قابل توجه کانورژن برای من ثبت کردی، حالا من میام برای تو هزینه بیشتر بهت اختصاص میدم. من میام مثلا کیورد دوره گوگل ادز رو میذارم، خود دوره گوگل ادز برای من کانورژن بیشتر میزنه، مثلا 7 تا 8 تا کانورژن برای من میزنه، بقیه مثلا 1-2 تا میزنه. خب میگم آقا این برای من داره بیشتر میفروشه، پس من حاضرم برای این بیشتر هزینه بکنم. بعد یک کلمه دیگه مثلا پیدا میکنم، مثال دارم میزنم، دوره گوگل ادز مثلا دارم میگم پیشرفته. این کیوردم دارم میبینم که برای من داره کانورژن خوبی داره میزنه و با این داره فایر میشه، سرچ ترمامو دارم در نظر میگیرم، اینم میام جداش میکنم، میگم آقا من حاضرم برای این باز هزینه بیشتری بدم. هزینه بیشتر دادن برای چیه؟ چند دلیل داره که من در آینده تو بحث بین‌نسازی بهتون میگم، اما صرفا در نظر داشته باشید که کلا کیوردهای اگزکت ما باید از کیورد هم سطح، بچه‌ها دقت کنید، کیورد هم سطح فریز خودش هزینه بیشتری رو باید بده، باید بید بالاتری داشته باشه. چرا؟ چون از اون موقع تا زمانی که من اگزکت رو تعریف نکرده بودم روی فریزش داشته ورودی میگرفته، یعنی گوگل اعتبار زیادی داره روی این کیورد بهش میده. گوگل از اون موقع داشته سرچ ترم یا کوئری دوره گوگل ادز پیشرفته رو برای مثال داشته با این کیورد به من نمایش میده، پس ادرنک این کیورد برای من، برای گوگل بالاتر بوده روی این کیورد، روی این سرچ ترم. حالا اگر من بخوام بهش بگم که آقا بیا اینو جداش بکن، پس باید هزینه بیشتری بهش اختصاص بدم دیگه، که ادرنکش بیاد سمت این، یعنی سمت این بیشتر سنگینی بکنه، که از این به بعد حجم ایمپرشن ها بره روی این. یک مثال ساده براتون بزنم روی بحث سئو، دقیقاً همین کارو ما انجام میدیم. یه زمانی هست که یه پروژه داغون میاد دست ما رو بحث سئو، رو حوزه سئو، بعد میبینیم که آقا کنیبالیزیشن به قول بعضی اتفاق افتاده، کیورد تارگتینگ اشتباه بوده، یک صفحه من داره با 2 تا کیورد غیر هم کانسپت داره ورودی میگیره، داره اصطلاحاً کنیبال میشه. چیکار میکنم؟ میام یک صفحه جدا مثلا میزنم برای یکی از اون کیوردها، یه محتوای خیلی قشنگ، خیلی تمیز با یکی از اون کیوردها مینویسم و سعی میکنم که حجم ایمپرشنی که روی صفحه اول بوده انتقالش بدم به صفحه دوم، یعنی 2 تا صفحه رو از لحاظ کانسپت معنایی و از لحاظ کیورد تارگتینگ بیام و جداش بکنم. 2 تا کیورد روی یک صفحه بوده، یکی از اینا رو میام جدا میکنم. حالا با چه روشی؟ مثلا دارم میگم لینک سازی داخلیمو بیشتر با اگزکتش مثلا میزنم، نمیدونم آفش بیشتر کار میکنم، نمیدونم حجم چگالی کلمات کلیدی رو بیشتر با اون کار میکنم و هزار تا روش دیگه که وجود داره. اینجا چی کار میکنم؟ اینجا میام اگزکت اون کلمه‌ای که میخوام جدا بشه از این کیورد رو، از این مش تایپ رو میام جدا میکنم،
بید بیشتری براش اختصاص میدم که گوگل از این بعد با این کیورد سرچ ترم اون کاربر رو بیاد و فایر بکنه از منو. تا اینجا سوال؟ بفرمایید. خب حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه. بعد شما گفتید که مثلا میتونیم کلا فقط فریزش رو تعریف کنیم و ببینیم که از روی کلمه داریم مثلا میشه. ببینید من توضیح دادم، گفتم یک زمانی هستش که من امیرعباس حوزه خودم رو میشناسم، دارم 4 سال تو این حوزه تخصصی کار میکنم، انقدر دیگه با این اون سر و کله زدم، انقدر دیگه تو این حوزه تولید محتوا کردم، انقدر دیگه تو این حوزه کار کردم، مخاطب خودم رو میشناسم. میدونم کسی که سرچ میکنه دوره گوگل ادز میخواد دوره بخره، کسی که سرچ میکنه آموزش گوگل ادز دنبال آموزش رایگانه. من الان حوزه خودم رو میشناسم، اما خود من اصلا کسی رو مثال نمیزنم و نمیخوام خودم رو ببرم بالا، خدای نکرده. خود من وارد یه حوزه میشم، مثلا میگم حوزه گردشگری، من نمیدونم کاربری که سرچ میکنه، مثال دارم میزنم، مثلا بلیت فلان، مثلا بلیت تو استانبول مثلا ارزان یا تور استانبول ارزان دنبال دقیقاً چیه؟ آیا واقعا این کلمه، مثلا کسی که مثلا داشتم هتل کمپین برگزار میکردم همین امسال، تایم تابستون بودش، رو هتل استانبول. خب حوزه وحشتناکه دیگه، ما داریم مثلا نزدیک نیم درهم تا 1.2 درهم داریم به هر کلیک پول میدیم. یه درهم موقعی میشد فکر کنم 9000 تومان، هر کلیک 9000 تومان واقعا زوره دیگه و کاربر کانورژن ریت پایینی هم داشته باشه. خب من نمیدونستم کسی که سرچ میکنه هتل استانبول واقعا میخواد از من هتل بیاد بگیره یا نه. بعد جالبش اینجا بود که هتل های استانبول هم خیلی سرچ میشد، یعنی من 2 تا کیورد تعریف کرده بودم، هم هتل استانبول هم هتل های استانبول. بعد اینا هم فریز داشتن هم اگزکت داشتن، یعنی انقدر حجم سرچش بالا بود که من اومده بودم برای 2 تا کلمه هتل استانبول و هتل های استانبول 4 تا کیورد تعریف کرده بودم و بیشترین بید من رو هم اتفاقا همینا داشتم. بعد من با خودم گفتم آقا کسی که میخواد هتل استانبول رو میاد سرچ میکنه چقدر به هدف من نزدیکه، چقدر به اون گل من و کانورژن من نزدیکه. حجم سرچ خیلی بالایی داشت، اما من نمیدونستم این کاربر من به اون نزدیکه یا نه. یه زمانی هست بچه رو بعضی حوزه ما جای سرچ، جای آزمون و خطا داریم که روی بیشتر پروژه‌ای که ما میگیریم و شما میگید بچه همینه. یه زمانی هست که نه، مثلا میره حوزه گردشگری، میره حوزه نمیدونم کریپتو، میره حوزه نمیدونم بعضی از حوزه‌های پزشکی، بیدا بالاست. شما جای آزمون و خطا نداری، بعد تجربی بیای کار بکنی، بعد تحلیل بکنی، قدرت تحلیل بهت کمک میکنه. دیتای وجود داره، بعد ازش بکشی بیرون، از تو دل دیتا بعد بکشی بیرون، بری آنالیتیکس رو چک بکنی، بری نمیدونم از این اون بپرسی، بری سرچ کنسول رو چک بکنی. بیشتر آنالیتیکس، سرچ کنسول کمتر، چون هدف کاربر ما بیشتر گل رو اون ور داره می‌بینیم، یعنی ایونت ها رو چک بکنی. پس اینجا من آزمون خطام زمانش کمتره. چرا گفتم رو بعضی از حوزه‌ها هم میتونی بیای فریز مچ رو کل کیورد فریز مچ ست بکنی. من چون نمیتونم دیتا این کمپین رو بهتون نشون بدم، من چند تا کمپین دیدی که داشتم روی همین الان فعال داشتم، ولی نمیتونم متأسفانه رو بهتون نشون بدم چون به هر حال دیتا کارفرماه. ولی بهتون نشون میتونستم بدم. من اومدم روی یکی دو تا از اون کمپینا، حالا نمیدونم روی اکانت بود یا اکانت دیگه بود که دارم بهتون میگم، ولی یکیش مطمئنم تو همین اکانت بودش. اومدم کل کیورداش همون ابتدا فریز تعریف کردم، گفتم آقا من نمیدونم کاربر چی میخواد سرچ کنه، شاید یک زمانی کاربر با هتل استانبول بیاد و مثال میزنم هتل استانبول بیاد و از من بخره، یه زمانی ممکنه اگزکت اسم هتل رو سرچ بکنه و بیاد بخره. من الان اطلاعی ندارم، نمیدونم، پس باید با دیتا با خودم صحبت کنم. پس یک زمانی هست که من میدونم حوزه‌مو میشناسم، از همون اول میام اگزکتام رو هم تعریف میکنم. یه زمانی هست که من حوزه‌م رو نمیشناسم، پس میام چیکار میکنم؟ سعی میکنم حجم کیورد های فریزم بیشتر باشه. باز هم نمیگم صرفا کلا اگزکت من تعریف نکنم، چرا تعریف کنم، اما حجمش کمتر باشه. اوکی؟
بسیار. کسی دیگه سوالی نداره بچه‌ها؟ کیام جان بگو. میشه شاخص ترین کیورد رو فریز در واقع تعریف کرد، بعد حالا مثلا یکی دو روز دیتا بگیریم بعد بیایم اگزکتور ازش در بیاریم؟ عملا کاری که ما انجام میدیم همینه، یعنی من الان میخوام همین کار دقیقاً انجام بدم. خب من میخوام الان بیام کار، من بچه‌ها ببینید من میدونم کسی که سرچ بکنه دوره گوگل ادز، حالا اینجا دارید دیگه صدای منو دیگه، کسی که سرچ میکنه دوره گوگل ادز 100% میخواد بخره و حجم کانورژن این صفحه این کیورد بالا خواهد بود. از طرف دیگه هم ممکنه بعضی وقتا پایین هم باشه ها، بازم نمیگم همیشه قراره بالا باشه. بعضی وقتا ممکنه که رقبا بیان و زیاد این کلمه رو سرچ بکنن و عملا رقبای شما این کلمه رو خب بیشتر سرچ میکنن دیگه، پس از اون ور خریده باز برای من بیشتر خواهد بود. ولی من حوزه‌مو صرفا میگم میشناسم، حدودی بخوام بهتون بگم خرید دوره گوگل ادز کانورژن بالایی خواهد داشت. خود دوره گوگل ادز به کانسپت به یوزر اینتنت من خیلی نزدیک خواهد بود و من بای دیفالت دارم میگم این دو تا کلمه برای من کانورژن بالایی خواهد داشت. اما دلیل نمیشه که بیام کلا فریزم رو حذف بکنم یا کلا مثلا از همون اول مثلا اگزکتش رو نذارم، چون من میگم الان اگزکتش رو میذارم، اشکالی به نظر من نداره. ولی دلیلی که الان دارم این کارو انجام میدم، میگم آقا من فرض کن من حوزم رو نمیشناسم، شما فرض کنید پروژه میای میگیری و حوزه‌تون نمیشناسی، اشکالی نداره که بیا کیوردتو فریز تعریف بکن. نهایتا یکی دو روز سه روز مثلا از اون هدف خود یکم دورتر میمونی و هر حال میدونی چه کلماتی رو باید اگزکت بکنی، حالا 2 روز مثلا دیرتر اشکالی به وجود نمیاد. شما داری به ازای مثلا 10 تا کلمه یه عددی رو پرداخت میکنی، حالا در حالت بعدی میای به ازای 9 تاشون یه عدد رو پرداخت میکنی، به ازای یکیشون عدد بیشتری رو پرداخت میکنی. هیچ مسئله هیچ مشکلی به نظر من از اون لحاظ نداره. حالا کاری که من انجام میدم اینه که سوالتون رفع شد، مشکلتون بچه‌ها؟ دیگه سوالی ندارید؟ خب فکر میکنم که سوالی ندارید. یک عکس العملی، یک ریاکشنی، یک منفی، اون که 100% سوال نسبت به همین حوزه. خب قسمت کورس رو بس من میام بچه‌ها با توجه به اینکه میخوام این اد گروپ هام بسازم، میام کل این کیورد ها رو میگیرمشون، کپی میکنم، یکی از این ابزارهایی که دارم اینجا و لینکش هم براتون قرار میدم، وارد این وبسایت میشم. کاری که این وبسایت بر من انجام میده که این کیورد های من رو میگیره، من کیوردام اینجا همه رو پیست میکنم و روی گزینه رپ کلیک میکنم، اگزکت هاش، فریز هاش، حالا این مال زمان دوره قدیمی گوگل ادز هم هستش، میاد و ما براد مچ مودیفایر هم بهمون میده که ما اصلا اینو کار نداریم و فریز ها و اگزکتاشو بهمون میده. من کاری که انجام میدم اینه که چون مطمئن نیستم اگزکت تمامی کیورد ها، مثلا من مطمئن نیستم اگزکت تمامی این کیورد ها برای من ورودی میاره، برای اینکه حجم کلمات کلیدیم رو خیلی زیاد نکنم میام و صرفا کل فریز های این رو کپی میکنم و فعلا کاری بچه‌ها به اگزکتاش ندارم. فعلا بچه‌ها میگم کاری به اگزکتاش ندارم. شاید یکی دو تا مثلا اگزکت هم آدم و تعریف کردم. کیوردامو کپی میکنم و میام و داخل قسمت کیورد های اد گروپ هم عملا اینها رو اضافهش میکنم. انشالله که نشون بده بهمون. خب اینجا کیوردامو پیست میکنم. حتی بچه دستی هم میتونید اینجا اضافه بکنید. میگم روش ها مختلفه. بعضیا میان کیورداشون رو همینجا مینویسن و براش حالا مشتابش انتخاب میکنن. بعضیا میان مثلا مثل من از قبل تعریف میکنن و میخوان داکیومنت مثلا از قبل داشته باشن. هیچ فرقی عملا نداره. یک گزینه یک عملا سایدباری سمت راست براتون فعال میشه و گوگل میده هینتی بهتون میگه من کمپین اپتیمیزیشن اسکورتون میخوام از بر اساس این کیوردایی که تعریف کردی بهت بگم و همچنین یه ویکلی استیمیت بهت میدم، یک تخمینی میزنم، میانگینی دارم بهت میدم نسبت به اینکه به صورت هفتگی چقدر تو مثلا بازخورد بگیری، چقدر نیاز داری بودجه بذاری و چه خروجی عملا میتونی داشته باشی.
اوریج سی پی چقدر خواهد بود با توجه به بیدینگ استراتژی انتخاب کردیم، ویکلی کانورژن هم چقدر نسبت به کانورژنی که تعریف کردیم همون ابتدای کمپین، گلی که ست کردیم و کاستی که احتمال داره عملاً استیمیت داره به امید دیگه انجام بشه. بچه‌ها من به هیچ کدوم از این موارد سمت راست دقت نمی‌کنم، به هیچ وجه بچه‌ها به هیچ کدوم از این موارد دقت نمی‌کنم. من می‌خوام کلاً کمپینم رو دستی بزنم، برای گوگل اینجا اعتمادی ندارم. یه نکته خیلی جالبی که اینجا داره بهتون میگه که آقا با توجه به بیدینگ استراتژی انتخاب کردی بیا و تمام کیورداتو براد بکن. میگم که به هیچ وجه دست در نکنه، ممنونم. هیچ وقت این کارو انجام نمیدم چون حجم ورودی غیر مرتبطی خواهم گرفت. حالا من این ابزار رو براتون کپی پیست بکنم لینکش رو که داشته باشید. خب ابزار خیلی خوبیه، سرچ هم بکنید داخل گوگل ممکنه ابزار مشابه بتونید داشته باشید. حالا کاری که من اینجا انجام میدم چیه؟ اینو ببندمش، وارد صفحه لندینگ هم میشم، هشبا مارکتینگ و وارد صفحه لندینگ هم میشم. میخوام آدرس صفحه لندینگ هم رو بردارم. شاید سایت بچه انقدر افتضاح نیست و الان موقع استریم کردن داره این اتفاق میفته. انشالله که آبروی ما رو بیشتر از این نبره. خب روی دوره گوگل ادز کلیک میکنم و این یو آر ال رو صرفا برش میدارم. خب اتفاقی که میفته چیه؟ من داخل این صفحه کاری که میخوام انجام بدم اینه که من میخوام آدرس لندینگ صفحه‌مو اینجا قرار بدم و نسبت به اون ادها و دیسکریپشن، ادهامو کلا بنویسم، هدلاینام، دیسکریپشنام و خیلی از مواردی که خیلی بچه‌ها مهمه و بحث کپی رایتینگ خیلی بهتون کمک خواهد کرد روی این قسمت. و عرض به خدمتتون که یک سری هینت‌های رو عملا این سمت راست بهتون خواهد داد گوگل، ادسترنس رو دربارش صحبت می‌کنیم و خیلی موارد دیگه. روی قسمت فاینال یو آر ال بچه‌ها شما باید یو آر ال رو قرار بدید که کاربر بعد از کلیک کردن روی اد شما به اون قسمت عملاً وارد اون صفحه میشه. من آدرسمو کپی پیست می‌کنم. نکته که وجود داره این که باید حتما HTTPS براتون بچه‌ها فعال باشه. برای اون صفحاتون گوگل SSL باید داشته باشید. در غیر این صورت ادتون اپروو نمیشه و گوگل قبول نمیکنه. نکته بعدی که وجود داره اینه که دامنه دوتای رو خب 100% میدونید، پستش همین دیروز پیروز براتون گذاشتم. دامنه دوتای رو گوگل قبول نمیکنه. صفحه من ببندم. ورز به خدمتتون که همین تمام نکاتی که نیاز هستش که بدونید اینه که دامنه دوتای رو قبول نمیشه و نیاز هستش که SSL برای وبسایتتون و اون صفحه لندینگتون صرفا وجود داشته باشه. توی قسمت پایین بچه‌ها من قسمت دیسپلی پس رو دارم. همونطور که بهتون گفتم من ادی رو ممکنه سرچ بکنم و قسمت عرض به خدمتتون اونجا می‌نویسه برای من مثلا در کنار آدرس وبسایتی که من قرار دارم میدم میتونم یک سری گزینه‌هایی رو، یک سری کلماتی رو به صورت دیسپلی پس اینجا قرار بدم که کاملا مبحث آپشنالیه، میتونید قرار بدید میتونید قرار ندید، تأثیر رو بحث بهینه‌سازیتون نخواهد داشت و عملاً صرفا اتفاقی که میفته اینه که در کنار میگم hashmarketing.com مثلا مینویسه من میتونم مثلا دوره گوگل ادز، ولی کلا من پیشنهاد میکنم که حالا آپشنی که گوگل در اختیار شما قرار داده و ازش استفاده بکنید. به نظرم مسئله منفی عملا نیستش، میتونید ازش استفاده بکنید، میتونید استفاده نکنید. دوره گوگل ادز 15 بچه‌ها به کاراکترها دقت بکنید. 15 تا کلا کاراکتر بیشتر نمیتونید قرار بدید. من روی قسمت بعدیش هم مثلا میتونم گزینه جامع مثلا و پیشرفته رو قرار بدم، مثلا جامع و پیشرفته بنویسم اینجا چون هم دوره جامع هم دوره پیشرفته است.
و قبول کرده 14 کاراکتر بیشتر نشد. خب روی قسمت هدلاینز بچه‌ها ببینید ما داخل SEO یه چیزی داریم به نام تایتل، یه چیزی داریم به نام دیسکریپشن. تایتل و دیسکریپشن رو که تعریفش رو میدونید، داخل گوگل ادز به جای تایتل ما از کلمه هدلاین استفاده میکنیم، چیزی که خود گوگل داره بهمون میگه. و عرض به خدمتتون که چیزی به نام تایتل عملا نداریم. هدلاین در داخل همون تایتلمون جایگاه تایتلمون قرار میگیره و گوگل به عنوان تایتلی که عملا جایگاه تایتل ما در گوگل اد 2 الی 3 تا هدلاین رو میتونه نشون بده. 2 تا رو 100% نشون میده. بعضی وقتا شده که تا 3 تا هدلاین رو هم با توجه به کاراکترهایی که ما اینجا ازش استفاده کردیم به ما نشون بده. و اصلا هیچ دلیلی هم نداره که ما بگیم حتما بس 3 تا نشون میده، حتما 2 تا نشون بده، ولی 2 تا رو حتما نشون میده. مبحثی که وجود داره و بعد دقت بهش بکنید بچه، روی هدلاین ها شما باید کیورد هاتون رو ازش استفاده بکنید. کیورد هایی که من میام استفاده میکنم و تعریف میکنم داخل قسمت کیورد اد گروپ هم حتما باید در قسمت هدلاین هم استفاده بشه. میبینید که خیلی بچه ها نزدیک به SEO. ما اگر کیوردی رو داریم پس حتما باید در داخل تایتل و دیسکریپشنمون ازش استفاده بشه. من اینجا شروع میکنم بچه ها به نوشتن چه مواردی؟ نوشتن هدلاین های اد هام. مثلا دارم میگم خرید دوره گوگل ادز. این به نظرم میتونه هدلاین مثلا خوبی باشه و هدلاین هم بعد خیلی کلی باشه که کاربر دقیقاً مثلا حوزه کاری من رو بدون دقیقاً چی سرچ کرده. همین که بعضی وقتا میتونم رو بعضی از هدلاینام خیلی تخصصی تر بشم و مثلا به ارزش هام، به مزیت‌های رقابتیم و به عرض به خدمتتون بقیه مواردی که احساس میکنم برای کاربر جذابه بیام و بهش اهمیت بدم. مثلا میتونم بگم دوره لایو مثلا گوگل ادوردز. سعی میکنم از تمامی عبارت هایی که داخل کیوردم استفاده کردم داخل هدلاینم از همون استفاده بکنم که ادرنک هم بتونم اولا کوالیتی اسکور بالاتر و صرفا ادرنک بالاتری بگیرم. دیگه چی تعریف کرده بودم؟ کیوردام مثلا میتونم یه نگاهی بندازم بهش و فکر بکنم که کاربر مثلا چی سرچ بکنه و چه چیزی رو ببینه عملا براش خیلی جذاب خواهد بود که روی اد من عملا بخواد کلیک بکنه. خرید دوره گوگل است، دوره لایو گوگل ادورد مثلا دارم میگم میتونم روی بحث تخفیفم بیام و مانور بدم. خرید دوره گوگل ادز با تخفیف، ببینم 30 کاراکتر بیشتر شد یا نه. نه 27 کاراکتر شد، خوبه. اینجا مثلا میتونم به ارزش ویدئویی بودن و لایو بودنش دوباره مثلا بیام و مانور بدم روش، مثلا بگم که به عملی بودنش هم میتونیم مانور بدیم. آفرین، به عملی بودنش هم میتونم مانور بدم، بگم دوره مثلا کاربردی یا دوره کاملا عملی و کاربردی. دیگه بچه ها به چی میتونم بیام و روش مانور بدم؟ شما نظر بدید. همین دسترسی بودن به ویدیوهای ضبط شدن فکر می‌کنم یه مزیت. آفرین، هم میتونه مثلا مزیت باشه. اما بچه ها باید یه دقتی داشته باشم نسبت بهش که من اگر بیام هدلاینام رو طوری بنویسم که تمامی کیورد های من یا حجم زیادی از کیورد هام داخلش قرار نگیره، ادسترنس بالایی نمیگیرم. پس من نیاز دارم بچه به کیورد هام هم رجوع بکنم. مثلا من داخل کیورد هام دوره مثلا جامعه گوگل ادز هم مثلا داشتم، بعد گوگل ادز رو اومدم به زبان انگلیسی هم نوشتم. پس من بهتره که این کار رو انجام بدم و داخل هدلاین هام بیام و دوره گوگل ادز رو به صورت انگلیسی هم بنویسم. دوره
گوگل ادز مثلا پیشرفته. حالا دسترسی هم مثلا می نویسم دسترسی به ویدیوهای دوره. استاد ببخشید گفتی که این هدلاین ها رو به صورت تصادفی نشون میده گوگل؟ از لحاظ نشون دادن آره به صورت تصادفی، اما کاملا همه چیز بر اساس تصادفی بودن نیستش. من اینجا یک اشتباهی نوشتم. ببینید گوگل اصطلاحاً یک هانیمونی به شما میده زمانی که کمپینتون لانچ میکنید و میاد و ادهای شما رو به صورت یک روتیشن، بهش میگیم اد روتیشن، میاد اینا رو هی روتیت میکنه و عرض به خدمتتون که به هر کدوم از اونها فرصت دیده شدن میده و بررسی میکنه که کدوم از اونها CTR بالاتر و حجم کلیک بالاتری میگیرن و این عملا ریپورت رو در اختیار شما قرار میده. مثلا میگه که آقا دوره جامع گوگل از بیشتر از همه در کنار مثلا دوره پیشرفته گوگل از دیده شد. این دوتا مثلا بیشتر از همه در کنار هم دیده شدن. بعد از اون مثلا دوره جامع گوگل از با دسترسی به ویدیوهای دوره مثلا بیشتر از همه روشون کلیک شده. یعنی این کامبینیشن یا این میکسچری که عملا از ادها وجود داشته بیشتر از همین میزان CTR، بیشتر از همین مثلا هم ایمپرشن گرفتن، همین که CTR بالاتری نسبت به بقیه داشتن. ولی ما کاری که انجام میدیم که کلا همه اینا رو مینویسیم و سعی میکنیم که خود گوگل به ما دیتا بده. خب دیگه بچه‌ها چه نظری دارید؟ استاد گوگل ادورز انگلیسی. گوگل ادورز انگلیسی بنویسیم باش. دوره ادورز ادورز درست نوشتم؟ چرا اینجا اشکال گرفته؟ گفت ادورز رو اینطوری بنویس. خب من یک دونه خریدم اولش بزنم که خیلی کلی نباشه. به چیز دیگه که میتونم مانور بدم و جزو شاید ارزش‌های من باشه یا شاید مزیت رقابتی باشه، ولی اگر کسی دیگه نداشته باشه میتونم روی خرید پرداخت اقساطی هم بیام و مانور بدم. چرا زبونم گرفت؟ امکان مثلا پرداخت اقساطی مثلا میتونم بنویسم. امکان پرداخت اقساطی. خب همونطور که میبینید اینجا چه اتفاقی افتاد. تعداد هدلاین ها برای من اینجا دیگه محدود بود و نتونستم بیشتر از این بنویسم، اما روی گزینه پایین میتونم کلیک بکنم و البته نیازی به کلیک هم نیستش، خودش برای من فعال میکنه و سعی میکنه و به من میگه آقا شما هنوز جا داری بخوای هدلاین برای خودت بنویسی و بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم که تا جایی که میتونید برای خودتون هدلاین بنویسید و اینو رهاش نکنید. اولا هر چقدر دست شما بازتر باشه رو نوشتن هدلاین ها میتونید کانسپت های مختلف، روش های مختلف کپی رایتینگ و موارد مختلف رو بتونید اینجا برای خودتون تستش بکنید و بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجامش بدید. عرض به خدمتتون که من اینجا هدلاین ها رو میزنم و موارد مختلف دیگه ای که مثلا روی کیورد ها مطرح بوده رو میام اینجا قرارش میدم. این سمت راست بچه‌ها همونطور که من کیورد هامو پر میکنم اینجا به من هینتشو میده. 4 تا گزینه داره که این اد استرنس من رو پر میکنه. میگه اد هدلاینز. اول اینکه تعداد هدلاینایی که من بهت پیشنهاد میکنم رو بهش میگه داره بهم میگه پر کن و من اون میزانی که گوگل مد نظرش بوده رو هدلاین رو پر کنم، اما بیشتر از اون میخوام پر بکنم، بیشتر از اون میخوام قرار بدم داخلش. گزینه‌ای که اینجا وجود داره include popular keywords. یعنی چی؟ یعنی اینکه کیورد هایی که انتخاب کردی و ست کردی قبلش بر من تعریف کردی رو داخل اینجا بر من قرار ندادی. بیا و این کیورد ها رو داخل قسمت هدلاین
قرارشون بده و از اونها استفاده بکن. من مثلا چه کیوردی گذاشته بودم اینجا؟ دوره گوگل اد، مثلا دوره گوگل ادز پیشرفته رو گذاشتم. مثلا میتونم بنویسم اینجا دوره گوگل ادز 2023 یا مثلا بنویسم دوره گوگل ادز مثلا آپدیت 2023. اینم من مثلا به نظرم جالب خواهد بود که در کنار این 2023 مثلا این آپدیت هم قرار بدم. یه نکته بچه وجود داره، شما عین کلمات کلیدیتون هیچ وقت نید قرار بدید داخل هدلایناتون. اتفاقی که میفته اینه که این توی قسمت هدلاین هاتون شما باید اون جذابیت لازم رو بتونید وارد بکنید و چون چیزی که کاربر جلو دستشه و عملا اون رو میبینه و قرار روش کلیک بکنه. پس اگر بیاد خیلی خوش کار بکنید احتمال اینکه CTR پایینی بگیرید هست، حتی اگر بیاید و ورودی خوبی داشته باشید. و بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام ندید. من این آپدیت اینجا بنویسم، جای درستی قرار نگرفت. خرید دوره گوگل ادز، نه دوره گوگل ادز آپدیت فکر میکنم 2 تا اسپیس گذاشتم اونجا. آپدیت 2023. خب دیگه این چی اینجا نوشته بودم؟ دوره گوگل ادز آنلاین مثلا به نظرم میتونه جالب باشه، بهترین دوره گوگل ادز. دوره تبلیغات آنلاین شاید یک مقدار جالب نباشه ولی جدیدترین ما میتونیم بذاریم. جدیدترین دوره اشتباه نوشتم. دوره گوگل ادوردز، جدیدترین دوره گوگل ادوردز. بچه نکته‌ای که وجود داره بهتون بگم این وسط، اصلا فکر نکنید که چیزی که دارید اینجا می‌نویسید باعث مثلا شعاف میشه یا مثلا من چرا مثلا اینو بنویسم، چرا بنویسم جدیدترین، شاید از من جدیدتر باشه، چرا بنویسم مثلا بهترین، شاید از من بهتر باشه. اصلا بچه همچین چیزی نیست. شما باید از هر روشی استفاده بکنید، حالا روش‌های اخلاقی، نه هر چیزی بخواید تو هدلاینتون بنویسید و تیتر زرد عملاً داشته باشید. اما اگر به محصول خودتون واقعا اطمینان دارید و به هر حال بهتون گفتم بچه‌ها مارکتینگ بحث جنگ داره، بحث رقابته. شما باید بتونید از رقباتون یک تمایزی نسبت به رقباتون عملاً ایجاد بکنید و حتی اگر از اد اونها استفاده بکنید امکان مسئله بدی نیستش، اشکالی نداره. شما عملاً دارید از رقباتون ایده میگیرید و از اونها دارید استفاده میکنید و به نظر من هیچ اشکالی نداره. مثلا من دوره گوگل ادز مثلا می‌نویسم بهترین دوره گوگل ادز آنلاین، دوره گوگل ادز آنلاین. خب فکر کنم که بچه ها سوال داره، بفرمایید. این مواردی که توی هلپفول هست توی گوگل ادز هم هستش یا نه؟ مواردی که داخل هلپفول. خب هلپفول کانتنت. آره. خب چه ربطی به گوگل ادز داره؟ ببین یه قسمتش من داشتم میخوندم گفتش که کلماتی مثل بهترین، برترین و چیزای اینجوری و یه مقدار گوگل باش مشکل داره. خب به خاطر اینکه دقیقاً همون موضوعی که مثلا میگه که حالا بهتر تو مثلا رو چه معیاری میگی که من بهترین هستم. خواستم بگم بدونم که مثلا این کلمات رو استفاده بکنید توی گوگل ادز یا نه. حالا دیدم که الان گذاشتین هلپفول اگر که در واقع همون مواردش روی گوگل ادز هم باشه درسته. نکته که وجود داره آپدیت هلپفول کانتنت کلا برای بحث SEO و هیچ ربطی به گوگل ادز نداره. نکته بعد این که حالا من نمیدونم از کجا مقاله رو خوندی اما ما خب 100% تحلیل های مختلفی وجود داره
یعنی اینکه ما هر فردی یا هر متخصصی میتونه تحلیل‌های مختلفی رو نسبت مثلا به هر آپدیتی داشته باشه. فکر نمی‌کنم این چیزی که داری میگی دقیقاً داکیومنت خود گوگل باشه، یعنی گفته باشه که خود گوگل گفته باشه که مثلا از کلمه بهترین استفاده نکنید، یا اگر استفاده می‌کنید معیارتون چیه، چطور داری میگی بهترینی. این رو من نمیدونم، حالا اگر داکیومنت گوگل هستش که لطفا من بگو که من بخونمش، چون من نخوندم همچین داکیومنتی رو از گوگل. ولی اگر صرفا فرد دیگه یا تحلیل فرد دیگه، شخص یا حالا فرد دیگه خارج از خود گوگل بوده، این میشه صرفا نظر، به نظر من میشه نظر اون فرد و تحلیل اون فرد. درست یا غلط بودنش رو ما نمیدونیم اینجا و ممکنه که درست بگه، ممکنه که مثلا غلط گفته باشه. ولی کلا آپدیت گوگل هلپفول کانتنت و الگوریتم های سئو کاملا جداست از سمت گوگل ادز. مرسی سعید جان بابت هدلاین خوبت. دوره خصوصی گوگل ادز. یه دونه آنلاین هم مثلا بذاریم. دوره آنلاینه مثلا خصوصی گوگل ادز. خب کیوردمون رو بچه‌ها اینجا اضافه می‌کنیم. من بیشتر از این دیگه حالا اضافه نمی‌کنم اینجا، چون میتونم از کیورد اونجا استفاده بکنم، ولی خب زمانمون گرفته میشه. و هدلاینمون رو معمولا باید همیشه پر بکنیم. قسمت بعدی که وجود داره قسمت دیسکریپشن هاست. روی قسمت دیسکریپشن بچه‌ها سعی بکنید که مقداری دعوت به اقدام یا کال تو اکشن بیشتری داشته باشید رو بحث هدلاین، چون دستتون بازتره، میتونید 90 کاراکتر بنویسید. و عرض به خدمتتون که اینجا دستتون خیلی بازتره، 3 تا دیسکریپشن میتونید داشته باشید، 3 تا 4 تا دیسکریپشن میتونید داشته باشید و گوگل به صورت دیفالت 1 یا 2 تا از اونها رو 100% نشون خواهد داد. که کدومو نشون بده باز دست خودش، سعی میکنه کامبینیشن های مختلفی داشته باشه. دیسکریپشن رو بچه‌ها ایده بدید چیکار بکنیم. یکی شما خودم می‌نویسم، بقیه‌اش رو شما بگید. بگو محمد جان. واسه یه سوال داشتم. جان. اینجا مثل داخل وردپرس میشه این امکانو بهمون میده که تاریخ و قیمت هم داخلش ذکر کنیم یا نه؟ تاریخ و قیمت ببینید محدودیتایی که رو کلا بحث دیسکریپشن و هدلاین ها وجود داره بچه، شما پانکچویشن نمیتونید استفاده بکنید، علامت اختصاری نمیتونید استفاده بکنید و شماره تلفن هم نمیتونید استفاده بکنید. حالا بعضی استفاده میکنن، کار یک مقداری با تریک‌ها و ترفندهای خود گوگل، تریک‌ها و ترفندها وجود داره که انجام میدن، اما به نظر من از شماره تلفن داخل گوگل ادز استفاده نکنید، حتی اگر اجازه بده بهتون، یعنی حتی اگر متوجه نشه. دلیلش چیه؟ دلیلش رو قبلا بهتون گفتم دیگه، بحث اکسپکتد سی تی تاثیرگذار خواهد بود. جان بابت اینی که مثلا میخوایم یه فروشگاه اینترنتی میخوایم یه سری کالاهاشو براش ادز بریم، خب میخوایم بگیم لیست قیمت لپتاپ های تاریخ فلان، میخوام رو اینم مثال ادز بدیم، اینو میشه تو دیسکریپشن آها منظورت اینه که به صورت داینامیک باشه؟ اینو اتوماتیک هر روز آها نه همچین چیزی رو توی گوگل ادز نداریم. همه رو باید دستی وارد کنید. آره همه رو باید دستی وارد بکنید. البته یک چیز داریم ما به نام کیورد اینزرشن که اونو من توی آپدیت حتما بهتون میگم. الان به نظرم جاش نیست، چون نمیخوام بتادت بشین، میخوام خودتون برید دستی تایتل دیسکریپشن هدلاین و دیسکریپشناتون رو بنویسید. اون یه تریکیه، حالا تریک نیستش، یکی از قابلیتایی که خود گوگل از عملا برامون گذاشته و از اون عملا ما استفاده میکنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که از اون روش هم میتونید استفاده بکنید. خود گوگل ادز عملا این قابلیت رو ما داده، ولی فعلا بهتون نمیگم که مقداری تنبل نشید به اصطلاح. نکته‌ای که وجود داره، مرسی سعید جان بابت متن قشنگت، من سعی میکنم دعوت به اقدامم داشته باشم. مثلا دارم میگم خرید مثلا، یا نه اینطوری بگم، مثلا با شرکت در دوره جامع و پیشرفته گوگل ادز
شروع به کسب درآمد دلاری فعلش چی میشه بچه‌ها؟ داشته باشید، مثلا داشته باشید. حتی فعل جالبی به نظرم نیستش. مثلا اینجا میتونم بنویسم همین حالا برای باز هیمن نوشتم. میتونم بنویسم مثلا آره اونم میشه. میگم هدلاین دیسکریپشن خیلی مختلفی میشه نوشت. من صرفا میخوام چند تا اینجا بنویسم، بعد حالا رو بحث پرفورم بیشتر دوست دارم که عملا رو همون قسمت پرفورم بشیم روش کار بکنیم، چون خیلی وقتا ممکنه که هدلاین دیسکریپشن خوبی ننویسید. صرفا میخوام چیزی بنویسم اینجا که حالا نوشته باشیم، ولی تغییرش میشه بعد تست بکنیم دیگه. همین حالا برای شرکت در دوره پیشرفته گوگل ادز مشاوره رایگان دریافت کنید. نمیدونم چرا اینقدر کند شده داشبورد. فکر میکنم به خاطر سیستم هم باشه اگه اشتباه نکنم. نکته‌ای که بچه وجود داره، هینتایی که داره به شما میگه، یکی این که هستش که شما باید هدلاین ها و دیسکریپشن هاتون رو یونیک بنویسید، یعنی از همدیگه متمایز باشن و همش یک کلمه رو یک کیوردتون رو تکرار نکنید، و همین که از کلمات کلیدیتون داخل هدلاین ها و دیسکریپشن ها استفاده بکنید. این مسائل بهتون کمک میکنه که بتونید هم از رنک خوبی بگیرید، همین که عملاً ادسترنس خوبی داشته باشید. بحث کوالیتی اسکورتون خیلی تاثیرگذار خواهد بود مستقیم رو بحث اد ریلیونسی، و همین که بچه‌ها یک مقداری اون دید سئویتون رو به نظرم و دید ماشینیتون و دید حالا اینکه هوش مصنوعی گوگل حالا چی فکر میکنه رو یک مقداری اون رو باید بذارید کنار. به نظر من یک مقداری کاربرمحورتر در نظر داشته باشید، یک مقداری بیشتر به خود کاربر فکر بکنید. خب بچه سوالتون رو دوباره بپرسید ببینم که چی گفتید. مرسی سعید داره کپی رایتینگ ها رو درگیر میکنه دیگه. دوره گویا با 6 ماه پشتیبانی. خیلی بچه‌ها چه تایتل متن خوبی گفتید. اینو بذارم. البته 6 ماه پشتیبانی نداره، پشتیبانیش این مادام العمره دوره. من یکی از دلایلی که بچه‌ها هدلاین ها رو زیاد سعی کردم ننویسم به خاطر این سرعت پایین داشبورد گوگل ادز، چون خیلی واقعا اذیت میکنه. من امروز هم داشتم، هم امروز هم چند روز پیش داشتم تست میکردم که بتونم با خود آیپد عملا وارد بشم. متاسفانه نمیدونم چرا با دو تا اکانت مختلفم اگر بیام، با دو تا اکانت مختلف گوگل هم اگر بیام، صدایی که من میخوام با سیستم ضبط بکنم رو داخل آیپد ضبط نمیکنه. یعنی صدا رو اصلا نمیدونم چرا در موقع ضبط کردن صدا رو نداره. چند تنظیماتش هم چک کردم ولی اتفاق نیفتاد. این مسئله رو حتما اوکیش میکنم که اصلا شاید کلا آموزش‌ها رو برم روی آیپد انجام بدم و روی سیستم صرفا فقط ضبط بکنه. برام میاد که اصلا کلا سیستم دیگه بیارم و صرفا فقط با اون بخوام ضبط بکنم. فکر میکنم مشکل از همین کم تازی‌ها باشه که جلسه پیشم یک مقداری ما رو اذیت کرد. فکر میکنم به خاطر اون باشه. البته اینم جا نمیشه. دوره گوگل ادز با پشتیبانی دائم اگه بنویسم فکر میکنم که جواب بده.
با پشتیبانی مادام اون که جواب نمیده، دائمی فکر میکنم جواب بده. البته کلمه جالبی نیستش، دوره گویل از با پشتیبانی دائمی. یک مقداری شاید جالب نباشه. دائمی هم جا نشد، دائم بعد بنویسیم. یه تکنیک هم بچه‌ها هستش، میتونید از نیم فاصله استفاده بکنید. اگر نیم فاصله استفاده بکنید میتونید کلمات بیشتری عملاً کنار هم دیگه داشته باشید و این خیلی بهتون کمک میکنه که یه زمانی واقعا مثلا به خاطر یک دونه کاراکتر نمیتونید واقعا عددتون رو بنویسید و اینا هم در نظر داشته باشید که میتونید از نیم فاصله هم استفاده بکنید که میتونید تعداد کاراکتر بیشتری عملاً قرار بدید و میتونید بیشتر بنویسید. خب بریم سراغ قسمت بعدی و فعلا هم اکستنشن رو اضافه نمی کنم. دلیلش هم بهتون میگم مال جلسه بعد باشه چون زمانمون داره عملا تموم میشه. در مورد اکستنشن رو میخوام جدا باهاتون صحبت بکنم چون نمایششون و اینکه حالا چه قوانین رو بحث داره اکستنشن وجود داره که اصلا چرا اصلا از اسست های دیگه استفاده میکنیم و چه زمانی استفاده بکنیم هم مسئله مهمیه که دربارش باهاتون صحبت خواهم کرد. اینجا رو گزینه دان کلیک میکنم تا عملا ادهامو بسازه. اینجا که عدمو ساخت و هیچ اروری بچه‌ها بهم نداد، من میتونم رو گزینه نیکس کلیک بکنم. نکته‌ای که وجود داره چیه بچه‌ها؟ من میتونم نسبت به کیورد هایی که اینجا تعریف کردم چند تا اد بیام و در نظر بگیرم و چند تا اد بیام برای خودم بنویسم، اما شما سعی کنید این کار رو انجام ندید. یعنی بهتره که شما یک دسته اد بیشتر نداشته باشید نسبت به یک سری از کلمات دیگه تعریف کردید داخل یک اد گروپ. اینا قبلا بهتون گفتم یعنی چی؟ یعنی اد گروپ من شامل یک سری کلمات کلیدی هم کانسپت بشه و برای اون کلمات کلیدی من نهایتا یه دونه اد بیشتر نداشته باشم، یه دونه اد داشته باشم که باز اونها شامل یک سری هدلاین ها و دیسکریپشن ها و حالا اسست های مختلف باشه. دلیلش رو بچه‌ها به صورت عملی تر، صرفا الان تئوریشو بهتون گفتم ولی عملی ترش رو به صورت خیلی حالا کاربردی تر داخل بحث مانیتور کردن و بحث بینه‌سازی بهتون میگم. رو گزینه نکست کلیک میکنم اینجا تا ادم رو بسازه و میرم رو قسمت مهم بعدی، قسمت باجت. با توجه به بیدینگ استراتژی که من تعریف کردم اینجا داره من میگه که آقا شما اگه 17 لیر مثلا بذاری به عنوان دیلی باجت من بهت پیشنهاد میکنم که مثلا اینو بذار با توجه به گلی که تعریف کردی، با توجه به بیدینگ استراتژی که تعریف کردی، با توجه به کیوردهایی که تعریف کردی و هر چیزی که تنظیماتی که تا الان انجام دادی. من فعلا چون میخوام اینو تغییرش بدم و چون میخوام قراره که بیدینگ استراتژیمو تغییر بدم، تنظیمات کمپینمو از لحاظ مختلف تغییر بدم، من فعلا میگم آقا اشکال نداره همینو بیا اوکیش کن، من اینا رو کلا میخوام تغییرش بدم. صرفا این رو کلیک میکنم روش، نکست رو میزنم، اما حواسم هستش که بعد از اینکه کمپینم رو ساختم برم و اون موارد رو تغییرش بدم. منتظر میمونم که گوگل بیاد و ارورای کمپینمو در بیاره. اگه اروری وجود داره یا مشکلی وجود داره اینا رو بررسی بکنه، به من هینت بده که چیکار بکنم یا چیکار نکنم، که باز هم به اون موارد دقتی نمی‌کنیم ما و کمپینمون رو میسازیم تا وقتی که گوگل بخواد اینا رو بررسی بکنه. آها کانفرم کنیم که باز خودمونیم. یه باری بعد کانفرم بشیم. بچه به خاطر اینه که با آی پی های مختلف وارد میشیم گوگل هم بحث امنیتیشو در نظر میگیره. خب بعد روی دیوایس هم بزنم اینجا. ببینیم اینجا میاره چیزی برامون یا نه. چیزی برامون نیاورد. بریم با روش‌های دیگه.
ما یه بار کانفرم کردیم دیگه. اوکی. خب چند تا به من ایشو اینجا داره میده. چرا رفت دوباره؟ باز دوباره باید کانفرم کنم. یه لحظه بچه من این صفحه رو قطعش بکنم که سرعت این بره بالاتر. خب هندبریکینگ برای حجم رو کم میکنه و کیفیت هم عالی نگه میداره. تیم جان نسبت به ویدیوها داری میگی؟ راستش حجم ویدیوها به نظرم بالا نیسته. شما 2 ساعت دارین ویدیو میذاریم حدودا مثلا 1 گیگ خورده میشه، به نظرم عدد بالایی نیستش دیگه. یعنی شما مثلا میخواید نهایتا 800 مگ دانلود بکنید، حالا مثلا 1.200 مثلا دانلود بکنید. خیلی براتون مثلا مهمه؟ اگه خیلی براتون مهمه که من حجمشو کمتر کنم. اون زمانی که 7 گیگ بود آره اونجا مثلا خیلی عدد بالایی بودش. خب نکته‌ای که وجود داره بچه‌ها چیه؟ داره میگه که چند تا من ایشو پیدا کردم که باید حتما اینا رو رفع بکنی و اگر رفعشون نکنی من نمیذارم که کمپین تو بتونی لانچ بکنی. مورد اول بحث کیورد. تو کیوردات داره میگه که تو کیوردهایی که تعریف کردی کیوردها نمیتونن یک سری از کاراکترهای نان استندردی یا استندردی که استندرد نیستن رو مثل این پانچویشن ها داشته باشه. من ویو بکنم ببینم کدوم از کیوردهای من داخلش علامه اختصاری، علامه نگارشی یا هر کاراکتر غیر استانداردی بوده. یکی از دلایلی که بچه وجود داره اینه که من چون کیورد هامو مستقیما کپی پیست کردم از اونجا، مثلا ممکنه بعضیش بولد بوده باشه و عرض به خدمتتون که اونها رو گوگل مثلا قبول نمیکنه و من نیاز دارم دوباره دستی اونها رو بنویسم و این مسئله خیلی پیش میاد زمانی که کیورد رو تعریف میکنید و کپی پیست میکنید. خرید دوره گوگل ادز رو دوباره مینویسم، دوره گوگل ادز، قیمت دوره گوگل ادز هم دوباره مینویسم، قیمت دوره گوگل ادز، بهترین دوره گوگل ادز رو هم می‌نویسم. این اتفاق خیلی پیش میاد زمانی که مخصوصا کپی پیست میکنید کیوردتون رو از مثلا وبسایتی، ممکنه یک استایلی مثلا داشته باشه، دوره تکمیلی گوگل ادز. بعد از اینکه این کار رو کردم میام و قسمت بالا رو هم گیر داده بهم. نه اون یه رو ند. گزینه نکست رو دوباره کلیک میکنم روش. خب اینجا بچه‌ها من فکر می‌کنم به باجتمون هم گیر داده بود. من این باجت کاستوم بیام براش بذارم چون برام مهم نیستش که حالا چه عددی باشه، صرفا این باجتی میخوام بذارم اینجا که به عنوان باجت کاستوم برای من در نظر بگیره. مثلا باجتمو میذارم 100 لیر در روز. نکست رو دوباره کلیک میکنم که ایرادی نگیره. دوباره بررسی میکنه که آیا من مشکلی دارم یا نه. خب دوباره کیوردام مشکل داره ظاهرا و بعد بررسیشون بکنم که کجا من از پانکچویشن استفاده کردم. دوباره داره همون رو بهم ایراد میده.
بعضی وقتا بچه ممکنه که این باگ خود گوگل ادز باشه و بهتره که اینجا کیورداتون رو حذف کنید و زمانی که کمپینتون رو ساختید برید و کیورداتون رو اضافه بکنید. حالا من خرید دوره گوگل ادز رو یه بار کلا از اول بنویسم. خرید دوره گوگل ادز و این رو هم بذارم. اگر خودم دستی کلش رو بنویسم مشکلی نخواهد داشت. دو تا کیورد دیگه من پاک میکنم که فعلا اینجا ایرادی به من نگیره. و عرض به خدمتتون که باز دوباره گزینه نکست رو روش کلیک میکنم. دارم فعلا پاک کنیم که به صورت دستی خودمون واردش بکنیم. با دوره رامون رو بررسی میکنیم که آیا ارور داریم یا نداریم، که اینجا دیگه اولا ما نباید اروری داشته باشیم. خب بچه تا وقتی اگه سوالی دارید میتونید بپرسید که این گوگل ادز هم دنبال ارورای ما باشه. مثلا لطفا این چت رو هم بررسی کنید چون بعضی از دوستان میکروفون ندارن سوال میپرسن. آره بررسی میکنم اصلا. یک مقداری خواهم که این سریعتر کارش انجام بشه. ببینم اگر ارور رو بررسی نکرد که فعلا بریم. خب اگزکت رو الان اضافه نکنیم، همون دوره گوگل ادز رو فقط. کلاس خانم کیانی تقریبا دیگه الان تمومه، شاید یک کوردن 5 دقیقه دیگه بیشتر باشیم تا اون یه رو به اولی که مقداری زمانمون هدر رفتش بتونیم جبرانش بکنیم. اگزکت رو ببین سعید جان گفتم دیگه، ما بسته به این که حوزمون رو چقدر میشناسیم و چقدر نمیشناسیم میتونیم از همون ابتدا اگزکت اضافه بکنیم اضافه نکنیم. اگزکت رو من میتونم الان اضافه بکنم ولی میخوام که با بدترین حالت ممکنی که شما باش روبرو میشید در کمپین‌های گوگل ادز با اون روش میخوام پیش برم. چرا این کارو میخوام انجام بدم؟ به خاطر اینکه چالش هایی رو بهش برخورد بکنیم در آینده و روی بحث بهینه‌سازی در عملاً باقی راهمون که شما عملاً در پروژه های مختلفتون در آینده بهش برخورد میکنید. اگه من الان اگزکت رو اضافه بکنم این امکان رو از شما میگیرم که رو بحث بهینه‌سازی اگر پس فردا صرفا خواستید اگزکت تعریف نکنید یا اگزکت کلمه رو تعریف نکنید اونجا ندونید چیکار بکنید. برای همین پیشنهاد کردم که عملا این کار رو انجام بدید. برای من این مقداری شاید از بهینه‌سازی بیشتری عملا نیاز باشه که انجام بدم و عرض به خدمتتون که هزینه بیشتری شاید نیاز باشه پرداخت بکنم شاید، ولی به نظرم اینطوری بهتره. خب بچه‌ها اینجا من سوالی نمیبینم از شما، اگه سوالی دارید لطفاً دوباره تایپ بکنید. استاد لطف می‌کنید در مورد قیمت تعیین قیمت برای دریافت پروژه هم صحبت کنید، توضیح بدید. الان صحبت بکنم یا بذارم توی جلسه تکمیلی؟ چون الان تایم جلسه‌مون تمام شده، ممکنه خیلی از بچه‌ها بخوام برم. حتی خود مثلا سوال دارم چون گفتین که پروژه می‌خواید بگیریم. درسته. مبحث طولانیه، به نظرم طی آپدیت دربارش صحبت بکنیم بهتره، چون من الان میخوام صحبت کنم حداقل بعد نیم ساعتی صحبت بکنم دربارش.
چون بچه‌ها الان 100% تایمشون محدوده و خسته هستن، به نظرم طی یک جلسه‌ای به عنوان آپدیت دوره دربارش صحبت بکنیم شاید خیلی بهتر باشه اگه موافق باشید. خب بفرمایید. تغییر 100% شما هر لحظه میتونید ویدیوتون رو تغییر بدید. هر لحظه امکان این وجود داره که شما بتونید ویدیوتون رو تغییر بدید. خب بچه کمپین من آماده است، آماده برای پابلیشه. یک سری اطلاعاتی رو من اینجا به صورت اوورویو از کمپینم میتونم بررسی بکنم. اگر جایی رو اشتباه کرده باشم میتونم بیام سمت چپ و وارد هر کدوم از قسمتایی که مد نظرم هستش بشم. اسم کمپینمو چک میکنم، کمپین تایپمو چک میکنم، گلم به صورت پرچیس که حالا این عوضش میکنم، بیدینگ هم به صورت ماکسیماش کانورژن که بازم اینو هم تغییرش میدم، نتورک هم، لوکیشن هم، لنگویج هم، آدینس هم، کیورد هم، تعداد کیورد و ادها میتونم بررسی بکنم و باجت هم. اگر تمامی این موارد اوکی بود میام و گزینه پابلیش رو عملا میزنم. یه سری ریکامندیشن ها گوگل بهم داده که درباره‌اش صحبت کردیم توی جلسه‌ای که داشبورد رو بررسی کردیم، ولی صرفا من به این ریکامندیشن ها اهمیتی نمیدم. کمپینمو پابلیش میکنم و این میشه اولین قدم بزرگ ما در دوره لایو گوگل ادز که اولین کمپین رو تونستیم با هم دیگه پابلیش بکنیم. ورز به خدمتتون یک سری موارد خیلی مهمی وجود خواهد داشت که بخوایم بررسیش رو انجام بدیم. من صرفا کمپین رو الان پازش میکنم بچه‌ها، چون یک سری مواردی هست که باید میگم تغییرات رو اعمال بکنیم روی کمپینمون و همچنین یک سری گل هایی هستش که ما باید نسبت به کمپینمون تعریف بکنیم، چون اگر دیتای الان بشینه و ما عملا چیزی نداشته باشیم، گلی نداشته باشیم، نمیتونیم بررسی بکنیم که هر کدوم از کیورد هامون عملا چه خروجی رو دارن به ما میدن. روی قسمت آل کمپینز میزنم که باز دوباره برگردم و کمپینم رو از اونجا پازش میکنم. میام رو قسمت سطح کمپینم، حواسم هستش که سطح ها رو یه وقت اشتباهی نکنم. و عرض به خدمتتون که لود بکنه ایشالا سریعتر که من کمپین رو پازش بکنم و ایشالا برسیم به موارد بعدیم. خب کمپین هشت سرچ LG رو روی این قسمت گزینه سبزش کلیک میکنم و روی گزینه پاز کلیک میکنم که کمپینم کلا پاز بشه. زمانی که بچه‌ها ریموو نه پاز میخوام بکنم، زمانی که بچه‌ها من گزینه پاز رو میزنم تمامی زیر مجموعه های اون کمپین رو هم برام پاز میکنه. یعنی من نیازی نیست که کمپین رو پاز بکنم، کیورد ها هم پاز بکنم، اد گروپ ها هم پاز بکنم، نه، زمانی که کمپین پاز باشه تمامی مجموعه هایی که زیر مجموعه این قرار میگیرن، تمامی اسست هایی که زیر مجموعه این کمپین قرار میگیرن پاز میشن. اما زمانی که من بیام یه اد گروپ همو پاز بکنم، صرفا اگه فقط یه اد گروپ داشته باشم کل کمپینم پاز میشه و کیورد هم پاز میشه، ولی اگر اد گروپ دیگه ای داشته باشم کمپین من صرفا همون اد گروپش پاز میشه. اینو گفتم در نظر داشته باشید که سطح ها رو اشتباه نکنید. این مسائلی بود که حالا توی این جلسه می‌خواستیم با هم بررسی بکنیم و اگر سوالی دارید بچه‌ها من در خدمتتون هستم، وگرنه که کلاس عملاً تمام شده هستش. خسته نباشید. یک سوال داشتم. زنده باشید، بفرمایید. خسته نباشید بچه‌ها. بخاطر اون قسمت دیسپلی نتورک که اگه تیکشو نزنیم بعداً میشه برش داشت کمپین سوال. شما در هر زمان میتونید هر تغییری که دوست داشتید در قسمت ستینگ کمپینتون اضافه بکنید بهش. اضافه بکنید، کم بکنید یا تغییر بدید. آره کلا تمامی مواردی که ما الان هم از این جلسه و از جلسه قبل انجام دادیم با هم دیگه و کاراشو انجام دادیم و تغییراتی رو ایجاد کردیم و مواردی رو ست کردیم، تمامی اون موارد میتونن تغییر پیدا بکنن. بسیار عالی، ممنون. زنده باشید، خسته نباشید. دیگه چی؟ سوال؟ خسته نباشید بچه‌ها. خسته نباشید. بسیار عالی. شب همگی به خیر. من امیدوارم که آخر هفته خوبی داشته باشید. مرسی،
خیلی خوب بود. ممنون. خواهش میکنم. زنده باشید یا اونجا. ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدار.